کتابخانه گویای آوای بوف تقدیم می‌کند. نام کتاب حافظه تاریخی. نویسنده مارکو. انتشارات نشر آوای بوف. نوبت چاپ اول 1399. شمارگان 1000. ویراستار ساسان قره‌داغی. راوی رایا کیان. شماره فایل 1. تاریخ اجرا خرداد 1401. تعداد صفحات 90. موضوع نقد تاریخی و سیاسی. تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com به نام انسانیت، مهربانی، ادب، معرفت و بی‌آزاری. پیش گفتار. درود بر همراهان خردمند و حقیقت جو. در این کتاب می‌خواهیم در مورد موضوعی صحبت کنیم که از آن به عنوان حافظه تاریخی یاد می‌شود. موضوعی که اگرچه مهم و با اهمیت است، اما کمتر در موردش گفتگوهایی جامع شده و یا کتابی نوشته و به ثبت رسیده است. در قرن 21 و در هزاره سوم تنها مزیتی که می‌تواند ما را نسبت به دیگران برتری دهد، این است که بدانیم چطور و چگونه از حافظه خود با سرعت بیشتر و از ذهن خود بهینه‌تر استفاده کنیم. حافظه نامحدود ما را به استاد حافظه تبدیل می‌کند. ذهن ما بزرگترین شهر بازی است که تا به حال ساخته شده است. به هر چیز فکر کنیم همان را به یاد خواهیم آورد. حافظه بقایای تفکر است. اینکه مسائل ساده را پیچیده و سخت کنیم کار عجیبی نکرده ایم. هنر در این است که بتوانیم مسائل پیچیده را ساده کنیم. این یعنی خلاقیت. این مهم است که در چه کاری فعالیت داریم، اما مهمتر این است که بر روی آن کار متمرکز شویم. اشعه خورشید هم تا زمانی که متمرکز نشود نخواهد سوزاند. به دلایل اینکه چرا مردم سرزمینی از حافظه قوی‌تری از مردم سرزمین دیگر برخوردارند خواهیم پرداخت. از اینکه چه عواملی باعث تقویت و یا حذف این حافظه می شود خواهیم گفت. از اهمیت حافظه تاریخی گفته، به نقاط قوت و ضعف آن پرداخته و روی این جمله معروف تاکید می کنیم. مردمی که تاریخ گذشتگان خود را نخوانند و ندانند، محکوم به تکرار تاریخ می شوند. آری، تاریخ دائما در حال تکرار است و اگر از پندها، آموزه‌ها و تجربیات ارزشمند گذشتگان بی اطلاع باشیم، رویدادها و اتفاقهایی که در آن افتاده را ندانیم و از آنها درس نگیریم، به ناچار خود مجبور به تجربه کردن و تکرار کردن اشتباهات خواهیم شد. این تجربیات و درس‌ها لزوماً مربوط به گذشته‌ای دور و دراز نمی باشد و می تواند در طول زندگی هر فردی اگر به گذشته خود بی تفاوت باشد و از اشتباهاتش درس نگیرد، بارها و بارها تکرار شود و به قول معروف از یک سوراخ چندین بار گزیده شود. گفتار خود را با سخن زنده یاد احمد کسروی، نویسنده روشنفکر تاریخ معاصر، شروع می کنم که می فرمود: بدبخت ملتی که تاریخ خود را نداند. تیره بختر از آن ملتی که علاقه‌مند به دانستن تاریخ خود نباشد و شوربختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد. تاریخ در لغتنامه دهخدا به معنای مدت معین، سابقه و پیشینه معنا شده است.
تاریخ حامل احوالات و ایام گذشته بر یک مکان است. در واقع تاریخ رد زمان بر مکان است. آنچه عادی و معمولی و روزمره و تکراری است در یاد و خاطره نمیماند، اما گاهی حوادثی در زمان اتفاق میافتد که نه تنها در خاطرها باقی میماند که اثر آن چنان تعیین کننده است که وقایع دیگر نیز به اعتبار آن شناخته میشوند و چه بسا راه و رسم زندگی، فرهنگ، تمدن، علم و اخلاق قومی را تعیین میکنند و با آن حادثه زمان شکل میگیرد و دوره‌ای از دوره‌های دیگر متمایز میشود. چنین حادثه هایی در تاریخ ثبت میگردد. زمان مجموعه رخدادهایی است که به صورت تاریخی شکل میگیرند و مفاهیمی را منتقل میکنند. زمان بسترساز هویت تاریخی است و هر تغییر کالبدی باید در امتداد تاریخی آن بافت باشد. رویدادهای تاریخی که در حافظه تاریخی شهر ثبت شده است، در فضاها و مکانهای شهری و جمعی رخ داده است. در واقع حافظه تاریخی به معنای خاطره دار بودن شهر است. از این رو فضاهای جمعی واجد نظم زمانی هستند. این نظم از منظر سرعت تعداد وقایع در یک زمان واحد و نظم توزیع فعالیت‌ها در طول زمان قابل بررسی است. خاطرات برای شکلگیری نیازمند یک مرجع زمانی هستند. گذشت زمان و سیر دگرگونی تاریخی عامل مهمی در به یاد آوردن وقایع و رویدادهاست. همچنین از آنجا که خاطرات جمعی مانند حافظه تاریخی یک ملت از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند، در نتیجه سابقه و زمان سکونت در یک شهر عامل تقویت خاطرات جمعی است. حافظه تاریخی را باید شکلی از انباشت حافظه جمعی در محور زمانی به حساب آورد. انباشت حافظه از میان مجموعه پیچیده‌ای از برداشت‌های حسی قابل تعریف است، به صورتی که در آن میتوان شمار بزرگی از تصاویر، صداها، بوها، مزه‌ها، تجربه‌های بساوایی، ناراحتی، غم‌ها، شادی‌ها، حسرت‌ها و غربت‌ها و غیره را گرد آورد. این تعاریف نشان از آن دارد عامل زمان و تاریخ در کالبد و فعالیت‌های یک فضا مؤثر بوده و می‌تواند در ایجاد فضای شهری دخیل شده باشد. بنابراین می‌توان گفت در این تعاریف مفهومی همچون معنا نهفته است. معنایی که حاصل استمرار فعالیت‌ها و گذشت زمان بر ساختار کالبدی فضاست. تحقق یک فضای معنادار هم محصول ساختارهای فیزیکی و ادراکات ذهنی مخاطبان و هم محصول اعمال، رفتار و کنش‌های آگاهانه و ناآگاهانه در آن فضا می باشد. حفظ ابنیه تاریخی، حفظ سبک معماری متناسب با زمان و حفظ هویت کالبدی هر مرحله در حفظ حافظه جمعی و تاریخی اثرگذار است. یادآوری و مروری بر اتفاقات و حوادث نیم قرن گذشته کشورمان. سوالی که پیش می آید این است که چگونه و چرا باید حافظه تاریخی خود را تقویت کنیم؟ حافظه و تاریخ. در ابتدا می خواهیم چندین نکته در خصوص رخدادهای سیاسی، اجتماعی و تاریخی نیم قرن گذشته را با هم مرور کنیم. ما می گوییم که بیش از 40 سال پیش کشور به اشغال بیگانگان در آمده است. و اما کسانی هستند که به جهت نداشتن حافظه تاریخی و نداشتن مطالعات مربوطه به گفته‌های ما با دیده تعجب می‌نگرند. برای این مدعا دلایل بسیاری است که در اینجا به گوشه از آنها اشاره خواهیم کرد. اگر ایرانیان آزادیخواه و میهن‌دوست از حافظه تاریخی خوبی برخوردار بودند، هرگز برای بقای اشغالگران کشورشان در صف‌های رأیگیری، تظاهرات و مناسبت‌های حکومتی شرکت نمی‌کردند. آیا اگر شما در دوران مغول‌ها زندگی می‌کردید، به امید اصلاحات در حکومت چنگیز به پای صندوق‌های رأی آنها می‌رفتید؟ آیا از اشغالگران انتظار آبادی وطن و برقراری عدالت در بین توده‌های مردمی را داشتید؟ تاریخ همواره در حال تکرار شدن است.
و اگر مردم کشوری نسبت به مطالعه و تحقیق در مورد تاریخ گذشته سرزمین خود بی‌تفاوت باشند، از اتفاقات افتاده درس نگرفته و بارها و بارها همان اشتباهات تاریخی را تکرار خواهند کرد. یادتان می آید وقتی از آقای خمینی پرسیدند حس شما از بازگشت به ایران چیست؟ او گفت هیچ. آیا همین گفته ایشان دلیل محکمی بر بی‌تفاوتی و بدخواهی او نسبت به هویت، فرهنگ و ملیت ایران و ایرانی نبود؟ آن زمان که فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش را به قدس تغییر نام دادند، کسی برایش سوال پیش نیامد که چرا باید نام ایرانی را با یک واژه عربی تعویض کنند؟ آن وقت که در مساجد و مدارس به صاحبان نام‌های عربی جایزه می‌دادند و به اسامی ایرانی کوچکترین توجهی نمی‌شد، چرا سکوت می‌کردیم؟ آیا بار دیگر کشورمان توسط تازیان اشغال نشده بود؟ آن زمان که اسامی و نمادهای باستانی و ایرانی را از خیابانها و کوچه‌های شهر برداشته و نمادها و نامهای اجنبی را جایگزین کردند را به یاد می‌آورید؟ اگر صدام در لشکرکشی خود به ایران موفق می‌شد، چیزی شبیه به این نمی‌کرد؟ وقتی که تعداد مساجد بیشتر از مدارس شد چه؟ مساجد نوساز گشته و مدارس فرسوده و کلنگی ماند. آیا حافظه تاریخی به ما نمی آموزد که راه سعادت و پیشرفت ملت‌ها نه از مساجد و عبادتگاه‌ها بلکه از مدارس و مکان‌هایی می‌گذرد که در آنها تدریس و تعلیم علم و دانش برقرار است؟ وقتی که وزارت فرهنگ و هنر را به وزارت ارشاد اسلامی تغییر نام دادند، آیا روشنفکران و اندیشمندان خطر را احساس نکردند؟ به حافظه تاریخی که رجوع کنیم، در میابیم که وقتی دشمنی بر سرزمینی مسلط و آنجا را به اشغال خود در میآورد، در گام نخست اقدام به تخریب و از بین بردن آثار و بقایای فرهنگ، دانش و تاریخ آن سرزمین می کند. وقتی که تقویم ایرانی پر شد از اجنبی‌ها و بزرگان تاریخ ایران از آن حذف شدند، توده‌های مردم را چه شده بود؟ وقتی که جشن‌هایمان را با عزاداری‌ها و سوگواری‌ها عوض کردند، یعنی خواستشان جلوگیری از شادی و تبدیل کردن آن به غم و اندوه برای مردمان بوده است. با کمی تفکر متوجه می‌شویم که فقط دشمنان بدخواه آدمی هستند. وقتی که اولویت استخدام، پاچمالی و چاپلوسی برای حاکمین جای مهر، ریش و یقه بسته شد و مغزها را فراری دادند، باید متوجه می شدیم که این قوم برای نابودی، پسرفت و عقب نگاه داشتن این سرزمین و مردمانش برنامه‌ها دارند. وقتی پرچم شیر و خورشید که نماد هویت ملی ماست را با یک پرچم بیگانه با نمادهای عربی عوض کردند، چرا ما سکوت کردیم؟ مگر حافظه تاریخی به ما نمی آموزد که فقط بیگانگان با پرچم کشور اشغال شده چنین می کنند؟ وقتی که جمعیت شیر و خورشید ایران را به هلال احمر تغییر نام دادند، نباید علتش را می پرسیدیم؟ وقتی که راه را بر دوستداران کوروش بزرگ، کسی که افتخار ایرانیان و بنیانگذار حقوق بشر بود، بستند و 1 ریال خرج محوطه و بارگاهش نکردند، ولی از اینجا تا کربلا بساط کباب و عیش و نوش را انداختند، ملیگرایان و وطن پرستان کجا بودند؟ وقتی که جای کاروانهای علمی و سیاحتی راهیان نور و گور را انداختند، اساتید و فرهنگیان چرا سکوت کردند؟ وقتی که سردارشان را کشتند و روی بنرها و سنگ قبرش نوشتند سردار ولایت و از ایران نامی برده نشد، نباید اعتراض می‌کردیم؟ دردناکتر اینکه بخشی از مردم ساده دل و ساده لوح برای آن سردار شیون کرده و غمگسارش شدند. سرداری که دستش به خون هزاران بیگناه آلوده بود و برای بقایای حکومت دیکتاتوری و ضد ایرانی ولایت فقیه کوشش‌ها و تلاش‌های بسیاری کرد.
اگر مردمی هوشیار و آگاه تری داشتیم، هرگز برای نابودی دشمنان سرزمینشان اندوهگین نمی شدند. وقتی اسم کشور را به طور نامحسوس از ایران به جمهوری اسلامی تغییر نام دادن چطور؟ آیا این را هم متوجه نشدیم؟ وقتی پول و سرمایه مردم ایران را خرج گنبد و ساختن درب طلا در عراق و خرج مردم سوریه، یمن، عراق، فلسطین، آفریقایی ها و غیره کردند، وقتی سید بودن را بر انسان بودن ارجحیت دادند و از آنها بت ساختند، وقتی که سیل زده و زلزله زده های ایرانی را کوچکترین اهمیتی نمی دهند و با پول مردم ایران برای لبنانی، سوری و عراقی هزینه ها می کنند، آیا نباید از اشتباهات درس گرفته و از تکرار آنها بپرهیزیم؟ وقتی که مدارس و بیمارستان های ایران در حال آوار شدن و فرسودگی است و برای عراقی ها، یمنی ها، فلسطینی ها، لبنانی ها و سوریه‌ای ها مدرسه و بیمارستان نو ساخته و بنا می کنند، نباید به حال مردم این مملکت گریست؟ وقتی که در مدارس تاریخ ایران را سانسور یا حذف کردند و به تاریخ اعراب با دروغ و گزافه گویی بال و پر دادند و از آنها اسطوره‌های پاک و معصوم ساختند، کوتاه سخن این که اگر کمی مطالعه، فهم و دانش تاریخی داشتیم، متوجه فاجعه اشغال سرزمینمان می شده و سالیان سال به دنبال دشمنان قسم خورده و چپاولگر سرزمینمان راه نمی افتاده و از آنها حمایت نمی کردیم. در تمام این موارد و خیلی موارد دیگر، بزرگترین نقطه‌ای که به چشم می آید بی اطلاعاتی، خامی، عدم تقویت و رشد حافظه تاریخی و بی تفاوتی توده های مردمی است. بله هموطن، این زخم قدیمی است، زخمی که در اثر عدم مطالعه و نیاموختن از گذشته باید دردش را تحمل کنیم. مردمان احساسی صرفاً به جهت اینکه فلان گروه نفرت برانگیز با فلان گروه مخالف و درگیر هستند، ناخودآگاه به سمت گروه معتدلتر کشیده شده و کورکورانه طرفدار آن گروه می شوند. نمونه این گونه رفتارهای سطحی اجتماعی را بارها و بارها در انتخابات حکومتی ایران دیده ایم. پدیده‌ای که از آن به عنوان انتخاب بین بد و بدتر یاد می شود. اساساً دولت مردان در تمام جهان مردم را به منجی و ناجی بشارت می دهند تا به نوعی از قیام و شورش در ارتباط با بی‌عدالتی و ظلم توده ها جلوگیری کنند. بسته به نوع حکومت ها در هر جامعه ای این تفکر بیشتر و کمتر تبلیغ و رواج داده می شود. هرچه ملت ها عوامتر، بی سوادتر و ساده لوح‌تر باشند، شدت خرافات و تولید حماقت بیشتر خواهد بود. ظاهراً حدود بیش از 70 سال پیش اسرائیل و متحدانش طی معاهده‌ای قسمت‌های زیادی از کشور دوست و برادر فلسطین را اشغال کردند و ما تا به امروز برای حمایت از مردم مسلمان و مظلوم فلسطین اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم و با این کشور ظالم در عالم ورزش مسابقه هم نمی‌دهیم، در حالی که خود مردم فلسطین با اسرائیلی ها رابطه برقرار، ازدواج کرده و در جهان ورزش به دیدار هم می روند. از طرف دیگر حدود 1 قرن قبل از آن واقعه هم کشور روسیه طی معاهده‌ای ظالمانه در 2 نوبت قسمت‌های زیادی از خاک مردم مسلمان ایران را اشغال و به خاک خود ضمیمه کرد. حال چگونه است که ما کشوری که خاک خودمان را اشغال کرده به رسمیت می‌شناسیم، اما کشوری را که خاک دیگران را تصرف کرده به رسمیت نمی‌شناسیم؟ برگردیم به کمی قبل‌تر. یکی از شعارهای جمهوری اسلامی، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی در ظاهر بوده و هست. ابتدا اینکه اگر هم این شعار به واقعیت تبدیل می‌شد، دور از عقل و دور از آداب دیپلماسی بوده و علناً باعث نابودی کشور و زیرساخت‌ها، عقب ماندگی، فقر و فلاکت توده‌های مردم می‌شد.
اگر شعاری برای عوام فریبی و دروغی برای مستقل نشان دادن حکومتی ها باشد که چه چیز بدتر از دروغ و فریب عمومی. شعاری که این روزها به حقیقت نزدیکتر می باشد این است: هم شرقی، هم غربی، جمهوری آخوندی. هم غزه، هم لبنان، ایران فدای اسلام. هم پوتین، هم پکن، ملت شلوار رو بکن. قانون یا بیقانونی. مطرح کردن قانون‌های احمقانه، دور از منطق و مندرآوردی مانند ازدواج اجباری بیشتر برای دور کردن ذهن مردم از مشکلات بزرگتر جامعه، درگیر کردن توده‌های مردم با مسائل پوچ و حاشیه‌ای و محک زدن سطح تحمل، صبر، شعور، تفکر و ظلم‌پذیری مردم یک جامعه است. این جور مباحث برای چند هدف مطرح می شوند. ابتدا واکنش عمومی جامعه را بررسی می کنند تا بتوانند طاقت، خشم و درجه لیاقت مردم جامعه را اندازه گیری کنند. اگر سکوت حد اکثری را ببینند، فضا را مناسب فشار بیشتر دیده و آن قانون را اجرا خواهند کرد. فقط کافی است کمی به حافظه تاریخی خود رجوع کنیم، آن وقت خواهیم دید که در مورد حجاب اجباری و ممنوعیت فعالیت بارها و نوشیدن مشروبات الکلی نیز چنین کردند. ابتدا موضوع مورد نظر را مطرح کرده و وقتی واکنش منفی مطلوبی را از جامعه نمی‌دیدند، آن بی‌عدالتی را تبدیل به قانون می‌کردند. اما اگر واکنش عمومی تند و خشن بود، اینجا نقش پلیس بد و پلیس خوب شروع می‌شد و مسئول در ظاهر خوب وارد میدان شده، از حقوق شهروندی مردم گفته و به مخالفت با قانون نادرست می‌پردازد. در انتها آن قانون اجرا نمی شود و مردم بیچاره که توانستند بخشی از حقوق اولیه خودشان را پس بگیرند، ابراز خوشحالی کرده و در توهم پیروز شدن بر حکام ظالم مدتها سرخوش و سرمست هستند. و این گونه برای مدتی توده‌های مردمی را سرگرم مسائل پوچ و بی‌ارزش می‌کنند. نکته اساسی این که سیاستمدارها بر اساس لیاقت اکثریت جامعه بر آنها حکومت می‌کنند. اگر بستر بی‌عدالتی و ظلم را مناسب ببینند، خواهند تاخت و اگر مردم را آگاه و مصمم ببینند، قطعاً با سیاست و احتیاط بیشتری پیش می‌روند. آیا ما ایرانیان حافظه تاریخی نداریم؟ سعدی برای چه ملتی سروده بود که قوت حافظه گر راست نیاید در فکر، عمر اگر صرف شود در سر تکرار چه سود؟ نقد احمد کسروی به ایرانیان در فراموشی زود هنگام پیشامدها از چه رو بود؟ احمد شاملو چرا گفت این توده حافظه تاریخی ندارد؟ حافظه دست جمعی ندارد؟ هیچگاه از تجربیات عینی اجتماعیش چیزی نیاموخته و هیچگاه از آن بهره ای نگرفته است و در نتیجه هر جا کارد به استخوانش رسیده به پهلو غلتیده از ابتذالی به ابتذال دیگر. اگر موافق باشید گفتگو را با این پرسش آغاز کنیم که چه تعریفی از حافظه تاریخی میتوان داشت؟ آنچه در ایران از آن به عنوان حافظه تاریخی یاد می شود، آیا تعبیر دیگری از خاطره جمعی است؟ خاطره‌ای که تجلی آن در حافظه دینی و قومی است، یا می توان با اصالت دادن به همان مفهوم مرسوم حافظه تاریخی آن را مختص و منحصر به یک گروه اجتماعی دانست که نوعی اشتراک ذهنی در پیوند با گذشته به وجود می آورد و کم و بیش خاص آن گروه است. به عبارت دیگر، آیا حافظه تاریخی را باید امری اشتراکی در کلیتی چون یک ملت و قوم دانست، یا خطوط پیوندی است که هر گروه با گذشته خیش برقرار می کند و حافظه تاریخی هر گروه مختص به آن است؟ پایان فایل 1 صفحه 21. avayabooth.com کتابخانه گویای آوای بوف تقدیم می کند.
حافظه تاریخی. نویسنده مارکو. راوی رایا کیان. شماره فایل 2. ادامه صفحه 21. حافظه جمعی یا مموری کالکتیو که گاه آن را حافظه تاریخی یا مموری هیستوریکال نیز می‌خوانیم، نمودار یا تجلی گذشته مشترکی است که گروه یا جماعتی را به گونه‌ای به یکدیگر پیوند می‌دهد. هر گروه یا جماعت انسانی در این گذشته مشترک نه تنها در پی یافتن ریشه، هویت و پیوندی جمعی است، بلکه از پی یافتن و پرداختن گذشته مشترک به طرح چشماندازی از آینده خود نیز می‌نشیند. در پیدایش حافظه جمعی یا تاریخی، نقش مهم خاطره فرهنگی یا کالچرال مموری را باید بدیده گرفت. خاطره فرهنگی حافظه جمعی را سامان می‌دهد و آینده را می‌فهماند. بنابراین به گمان من حافظه جمعی یا تاریخی گستره وسیع‌تری را در بر می‌گیرد که خاطره فرهنگی هم به عنوان زیر مجموعه آن نقش آفرین است. حافظه جمعی یا تاریخی پهنه گسترده‌ای را در بر می‌گیرد که می‌تواند شامل رویدادهای تاریخی دیرپا یا گذرا باشد. اما خاطره فرهنگی معمولاً دیرپاتر است و افزون بر آن لزوماً محدود به رویدادها نمی‌شود. خاطره فرهنگی با آداب و سنن، میراث مکتوب و نیز آفرینش‌های هنری و معماری است که شکل می‌گیرد و در پردازش سامان تاریخی به بازنمودی مفهومی می‌رسد و این مفهوم سرآخر به حافظه تاریخی یک ملت راه می‌یابد. حافظه تاریخی در بین ایرانیان نه قراردادی و نه ساخته و پرداخته دولت هاست، بلکه امری واقعی و نه زودگذر که پایدار است. صد البته که حکومت‌های خودکامه و ایدئولوژیک با تمام توان و نیروی خود در پی ساختن و شکل دادن حافظه تاریخی دروغین به ذهن و افکار عمومیان جامعه بوده و هستند. از احمد کسروی که در مقدمه کتاب تاریخ مشروطه ایران نوشت یکی از گرفتاری‌های ایرانیان است که پیشامدها را زود فراموش کنند و ما می‌بینیم دسته‌های انبوهی آن زمانهای تیره را از یاد بردند و از آسایشی که امروز می‌دارند خوشنودی نمی‌نمایند و یک چیزی در باید که همیشه روزگار درهم و تیره گذشته را در پیش چشم اینان هویدا گرداند، تا احمد شاملو که گفت ما ایرانیان حافظه تاریخی نداریم، چنین نظری که ایرانیان حافظه تاریخی ندارند گاه مطرح می شود. اما بالعکس به نظر من حافظه تاریخی ایرانیان بسیار هم پایدار است. مسئله این است که برخی حافظه تاریخی را امری آگاهانه و خودآگاه تلقی می کنند، در صورتی که در هیچ جای دنیا چنین تلقی وجود ندارد و شاید کاربرد مفهوم حافظه اصولاً در اینجا درست نباشد و بهتر باشد در مورد یک جمع از اصطلاح احساسات جمعی استفاده کنیم. با این نگاه حتی میتوان گفت احساسات جمعی ایرانیان از حد مطلوب پایدارتر است. مثلا در 1-2 قرن اخیر ما شاهد یک نوع احساس جمعی در مورد نظریه توطئه هستیم که به نظر من زدودن آن کار سختی است و این احساس در گوشه ضمیر ناخودآگاه ایرانیان رسوخ کرده است، به طوری که به سختی پاک می شود. از این روی معتقدم ایرانیان حافظه و یا به عبارت صحیح‌تر احساس جمعی قوی دارند. خاطره خواندم از عین السلطنه که اشاره داشت به رویدادهای پایانی سلطنت قاجار و شکل‌گیری مجلس مؤسسان و انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی. می‌نویسد از پی تشکیل مجلس مؤسسان بلافاصله و شبانه خبر آوردند که جمعی ریختند و کتیبه‌های بسیاری از اماکن عمومی در سطح شهر تهران و به گمانم در شهرهای دیگر را به زیر کشیدند. از جمله در مسجد سپهسالار کتیبه مدرسه ناصری بود که خشت‌هایش را کندند. عین السلطنه میگوید صبح رفتم و دیدم کتیبه‌ها کنده شده. پرسیدم چه اتفاقی افتاده؟ گفتند شبانه کلنگ آوردند و همه کتیبه‌ها را خراب کردند و خواب را بر اهل محل حرام. بعد کتیبه دارالفنون که اسم ناصرالدین شاه در آن بوده را کندند.
مدرسه یوسف خان سنگلج که بر سردرش اسم فتحعلی شاه قاجار بود را هم کندند. کوچه قجرها را هم نامش را برگرداندند و گذاشتند کوچه غریبان. در بالای سردر باغ ملی هم که الان ترمیم شده و یکی از معدود اماکن مهم تاریخی حفظ شده شهر تهران است، در ابتدا چهره شاه قاجار نقش شده بود، اما بعد وقتی رضا شاه به سلطنت رسید آن را برداشتند و نقش چهره رضا شاه بزرگ را به جایش نشاندند. همچنین بر سردر مجلس شورای ملی خورشید عدل مظفر قرار داشت که در میان دو شیر جای گرفته بود. در همان زمان انتقال قدرت از قاجاریه به پهلوی شایعه‌ای دهان به دهان گشت که آن نشانه را از سردر مجلس شورای ملی برداشتند. بعد گویا اعتراضاتی شده بود و آن را به سر جایش بازگرداندند. البته رأی بر آن رفت تا آن سردر اصلا نباشد. عدل مظفر بی عدل مظفر. در همین 100 سال اخیر نام بسیاری از کوچه ها، خیابان ها و شهرهایمان را عوض کردند. از قاجار به پهلوی زیاد تغییر نام نداشته ایم، زیرا اصولا در دوران قاجار ساخت و ساز و در کل سازندگی محدود و ناچیز بود. در نتیجه چیز زیادی برای تغییر وجود نداشته. و اما با روی کار آمدن حکومت اسلامی تغییرات به طور گسترده و محسوسی انجام پذیرفت، به طوری که سعی شد تمام آثار و بقایای حکومت پهلوی را محو کرده و از بین ببرند. شاید تمام این رویدادها مصداق تاریخی این بیت از ناصر خسرو باشد. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آنکه تو را کشت. این گسستگی ها به نوعی خاطره تاریخی مردمان را از میان میبرد تا خاطره پرداخته شده تازه‌ای به جای آن بنشاند. این گونه میراث‌زدایی و میراث‌زایی پیامدهای منفی دارد که نشانه‌های آن را بیشتر در بحران‌های هویتی جمعی می‌بینیم. یکی از دلایل مهم این که ما ایرانیان به مردمانی با حافظه کوتاه تاریخی مشهور شده ایم، این است که هر حکومتی بر روی کار آمد بیل و کلنگ به دست گرفت و تمامی آثار و بقایای حکومت سابق را از بین برد و نمادهای خود را استوار ساخت. نمونه بارز آنها حکومت جمهوری اسلامی است. این گونه رفتارها به نوعی نه تنها خاطره تاریخی مردم را از میان میبرد و خاطره ساخته شده جدید را به جای آن مینشاند، بلکه باعث می شود بسیاری از آثار و حقایق تاریخی به مرور زمان از بین رفته و مجهول باقی بمانند. این گونه میراث‌زدایی و میراث‌زایی پیامدهایی بس تلخ و مخرب به همراه خود دارد که باعث به وجود آمدن بحران‌های جمعی و سردرگمی توده‌های مردمی می شود. برای نمونه جامعه آمریکا اصولا خیلی درباره گذشته‌اش فکر نمی‌کند. آنها بیشتر در زمان حال و آینده زندگی می‌کنند. شاید به این دلیل که روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نهادینه شده دارند. اینکه به هر حال در آمریکا تا حدود زیادی دموکراسی وجود دارد و دست کم در حد مصادیق جامعه دموکراتیک است و اینکه روابط نهادینه شده اند سبب شده که حافظه تاریخی چندانی شکل نگیرد. البته نمیدانم که این عوامل چقدر میتوانند با یکدیگر رابطه تنگاتنگ داشته باشند، اما به هر حال این امر مستلزم کار تحقیقی، تجربی و تطبیقی است. چرا مردم ایران نباید بدانند که مزار آریو برزن و یا یعقوب لیث صفاری کجاست؟ از آن بدتر و دردآورتر اینکه هیچ چیزی در مورد پیشینه آنها نمیدانند و برعکس ابتدا تا انتهای سرگذشت فلان تازی یا آدرس مقبره و بارگاه فلان سردار متجاوز عرب را به خوبی میشناسند. مگر این چیزی جز تهاجم فرهنگی است؟ اما در اروپا بر دیوار هر ساختمان تاریخی لوحه‌هایی وجود دارد که به مردم یادآوری می‌کند که در این ساختمان حتی برای مدتی کوتاه یکی از بزرگان علم، ادب و هنر آن کشور زندگی کرده است. به این ترتیب در آنجا به گونه‌ای تلاش می‌شود تا به جماعت از حافظه تاریخیشان بگویند و آن را زنده نگاه دارند. این به آن معنا نیست که این جوامع هرگز گسستگی نداشتند. آنها هم انقلاب، تغییر نظام حکومتی و جنگ‌های خانمانسوز را تجربه کردند. منتها نوع نگاهشان به این دگرگونی‌ها به گونه‌ای بوده که سبب حفظ میراث تاریخی و خاطره فرهنگیشان شده است. اما در جای دیگری در اروپا، مثلا در روسیه، چنین میراثداری مراعات نشده است.
و خودخواهانه تر با این موضوعات برخورد شده. با انقلاب بولشویکی سن پترزبورگ پتروگراد می شود، سپس لنینگراد و بعد تمام نشانه‌های باقی مانده از نظام امپراتوری تزاری توسط بولشویک‌ها از بین می رود تا هویت تازه‌ای ساخته شود. حالا پس از فروپاشی شوروی تلاش می کنند تا هر آنچه نشانه‌ای از بیش از 70 سال حکومت بولشویک‌ها بر شوروی است را بزدایند. با دقت به آثار و نمادهای آن دیار حیرت می کنید که چگونه به پیرایش و ویرایش معماری و نمادهای فرهنگیشان نشستند که انگار هیچگاه نسیم کمونیست بر این کشور نوزیده است. از محو کوچکترین علامت داس و چکشی که بر یک نرده خیابانی حک شده باشد نیز نمی‌گذرند. بنابراین این گونه ساختن و پرداختن حافظه تاریخی در جابجای اروپا متفاوت است و نمیتوان به حکمی کلی درباره تمامی جوامع اروپایی رسید. سرشکن کردن همه چیز بر این که تنها حکومت و نظام سیاسی است که آگاهانه در حال شکل دادن حافظه جمعی است غلط است. من در شکل دادن حافظه جمعی در طول تاریخ عاملان متفاوتی می‌بینم. در کنار حکومت‌ها، نهادهای مذهبی و سیاسی، مردم نیز تاثیرگذارند، اما سهم این دو یکسان نیست. اجازه بدهید اشاره کنم به این که ما به دلیل دیرپایی استبداد در کشورمان به گونه‌ای به انسان‌های شفاهی تبدیل شدیم تا انسان‌های کتبی. مردمانمان تمایلی به مکتوب کردن نظر و اندیشه ندارند و این مکتوب نبودن نظرها راه را برای قطع میراث‌های فرهنگی و سیاسی ما باز می‌کند. یادمان نرود که چند سال پس از انقلاب و از پی دگرگونی حال و هوای سیاسی، گونی گونی کتاب از خانه بردن و به ویرانه‌ها و چاه‌ها سپردن امری رایج بود. این بخشی از تاریخ معاصر ماست و ننگ و خاطره تلخش همراه ما. بر بستر چنین فرهنگ سیاسی است که انسان‌ها از کتبی بودن پرهیز می‌کنند و ترجیح می‌دهند تا شفاهی باشند. یکی از راهکارهای فائق شدن به این مسئله همین گذار از فرهنگ شفاهی به فرهنگ مکتوب در عرصه عمومی است که سبب می‌شود موضوعات مختلف را به صورت نهادینه شده مورد بحث و نقد قرار داد. به نظر من ما از آن اسطوره‌های جمعی به سمت عقلانیت جمعی حرکت می‌کنیم و از شفاهی بودن به کتبی بودن در حال گذار هستیم. در این میان دست یافتن به عقلانیت و خرد جمعی بسیار مهم است. اینکه در عرصه همگانی و در مطبوعات و رسانه‌ها بشود تبادل نظر و بحث کرد و از اسطوره‌ها به عقلانیت بیشتر رسید. ما در این فرایند گام گذاشته ایم و شاید در آینده نه چندان دور بتوانیم به نتایج بهتری برسیم تا عرصه عمومی تحت حاکمیت عقلانیت جمعی قرار گیرد. بگذارید این را هم بگویم که وقتی اشاره به آن داشتم که حافظه فرهنگی و تاریخی ساخته می شود و عاملان این سازندگی هم می توانند صاحبان قدرت باشند یا مردمان، باید این را هم بیفزایم که وقتی در مقام یک علاقه‌مند و محقق تاریخ اجتماعی به این تحولات و مهندسی ها نگاه می کنم، می بینم که روز به روز نقش مردمان در شکل‌گیری حافظه تاریخی بیشتر می شود. تجدد، امکان استفاده از ابزارهای متنوع رسانه‌ای و ایفای نقش بیشتر مردم در حیات اجتماعی را چه با اجازه و چه بی اجازه حاکمان فراهم کرده است. تجددی که جانمایه‌اش خرد نقاد است و نیز فردانیت و خودمختاری فردی. نقش مردمان در شکل دادن به حافظه جمعی هر روز پررنگ‌تر می شود. نشانه‌هایی از این تلاش را اینجا و آنجا در ایران ما نیز می بینیم. بر ماست که با مطالعات تاریخی گذشته را مرور کرده و چکیده‌ای از اتفاقاتی که به واقعیت نزدیکتر بوده است را در اختیار توده‌های مردمی گذاشته تا آنها تاریخشان را فراموش نکنند و بتوانند با درس گرفتن از اتفاقات تاریخی از تکرار اشتباهات جلوگیری کنند. همانطور که می‌دانید، عوامل زیادی در تقویت حافظه نقش دارند. تغذیه، بهداشت، ورزش مناسب، مسواک زدن، خوردن غذاهای حاوی گلوکوز، کلسیم، فسفر و ویتامین، تنفس صحیح، انجام تمرین مناسب به صورت دم و بازدم، مطالعه، 45 دقیقه مطالعه و 10 دقیقه استراحت از جمله این موارد است. میل کردن مویز به صورت ناشتا و خوردن حلوا و گوشت نزدیک گردن، عسل و عدس نیز باعث تقویت حافظه می شود. وارد آشپزخانه که می شوید یادتان می رود که چه کار دارید؟
در باشگاه ورزشی وارد می‌شوید و به یاد نمی‌آورید چه برنامه‌ای برای تمرین داشته اید. اسم فردی را که چند لحظه پیش ملاقات کردید را فراموش می‌کنید. پشت فرمان متوجه می‌شوید که آدرس مکانی را که می‌خواهید بروید از یاد برده اید. این فراموشی موقت اغلب به دلیل حجم زیاد اطلاعات است، اما گاهی دلایل دیگری مانع از به یاد آوردن اطلاعات می‌شود. حافظه تاریخی می‌تواند شامل هر گونه آثار بشری، اعم از مادی و غیر مادی باشد، اما بیشتر آن را در مورد برداشت جمعی و کلی جامعه از گذشته به کار می‌برند. این برداشت ممکن است مطابق با حقیقت تاریخی باشد یا نباشد. حافظه تاریخی بیشتر یادآور امور غیرعادی و مهم در تاریخ ملت هاست که می‌تواند نقش مثبت در وحدت ملی داشته باشد و ممکن است باعث غرور، تعصب و اغراق‌گویی مردم یک جامعه از گذشته خود شود. حافظه تاریخی در تاریخ نویسی و آموزش تاریخ مؤثر است، چرا که هر مورخی بخش از داده‌های تاریخی خود را از حافظه تاریخی جامعه و زمان خود می‌گیرد. از سوی دیگر همین داده‌های حافظه تاریخی برای مورخ می‌تواند گمراه کننده و باعث تحریف تاریخ شود و به همان میزان در آموزش و تدریس تاریخ اثر منفی بگذارد. هدف از نوشتار این کتاب یادآوری و شناخت حافظه تاریخی و تأثیر آن در تاریخ نویسی و آموزش تاریخ است. اگر با بزرگترها از آداب و رسوم و منشأ آنها سوال شود، غالباً میگویند پدرانمان اینگونه رفتار میکردند. در واقع آنچه که از این آداب و رسوم در ذهنیت افراد وجود دارد همان حافظه تاریخی آنهاست. البته آنچه ما امروزه به عنوان آداب و رسوم از بزرگترها میشنویم حقیقتاً آن نیست که در گذشته وجود داشته است، چرا که مطالعه تاریخ اجتماعی اثبات می‌کند که این آداب و رسوم در طول زمان دچار تغییر و تحول شده و از آن حالت اولیه بسیار فاصله گرفتند. اما حافظه تاریخی جامعه از گذشته این آداب را حفظ کرده است. پس حافظه تاریخی برداشت جامعه امروز از گذشته خود میباشد. برداشت ما از گذشته چگونه به وجود می آید؟ آیا ما قادر هستیم این گذشته را بدون واسطه درک کنیم؟ بی تردید ما قادر به شناخت چیزی متعلق به گذشته نیستیم مگر به واسطه مطالعه، تجسس و تحقیقاتی که توسط ثبت گزارش‌ها، داده‌ها و شواهد باقی مانده از آن دوره به دست می‌آوریم. یکی از این واسطه‌ها همان حافظه تاریخی کنونی ما نسبت به گذشته است. شاید حافظه تاریخی به این معنا باشد که تاریخ دوام دارد و بنبست ندارد. سیری است که از گذشته شروع شده به حال آینده میرسد. پس جامعه برای تداوم حیات خود به یک خط ارتباطی بین این گذشته، حال و آینده نیاز دارد. این خط ارتباطی را باید حافظه تاریخی جامعه نامید. شاید حافظه تاریخی همان تاریخ دم دست باشد یا تاریخ نزدیک، یعنی آنچه که از گذشته در حال حاضر موجود است. در اصل حافظه تاریخی روایتی است که سینه به سینه نقل شده و به اصطلاح شکل فولکلور یا باور عامیانه پیدا کرده است. حافظه تاریخی تفسیر جمعی تاریخ یا بیشتر عوامانه تاریخ است. برداشتی است که عوام و توده مردم از تاریخ خود دارند. این تفسیر ممکن است درست و یا دور از حقیقت باشد. شاید همراه با اغراق باشد و باعث پیدایش و تداوم غرور ملی شود. یا ممکن است ناشی از ضعف، سرخوردگی و ناامیدی و ناکامی‌های تاریخی باشد. میتوان حافظه را همان روایات افواهی دانست که شاید در تاریخ حقیقی به مرور زمان رخ داده و بعدها تبدیل به هویت و حافظه قوم و ملتی خاص شده است. همانند آنچه در عهد عتیق آمده. گفته می شود روایت کتبی عهد عتیق از زمان حضرت سلیمان و داوود شروع می شود و آنچه مربوط به قبل از داوود می باشد را باید روایات افواهی نامید که کم کم به شکل حافظه تاریخی قوم یهود در آمده است. حافظه تاریخی از یک طرف به کمیت تاریخی برمیگردد، یعنی مقدار و حجم اطلاعاتی که از گذشته در ذهن مردمان امروز باقی مانده، و از طرف دیگر با کیفیت اطلاعات ارتباط دارد. یعنی این گذشته، شخصیت‌ها و حوادث در نگرش مردم امروز یا هر دوره‌ای چگونه است، مثبت یا منفی، محبوب یا منفور. برای مثال، ایرانیان عصر ساسانی اطلاعات زیادی از اجداد پارسی خود، یعنی هخامنشیان، به شکل واضح و روشن نداشتند.
و آنچه داشتند و در حافظه تاریخی آنها ثبت بود این بود که اجداد آنها بسیار قدرتمند و توانا بودند. لذا ایشان هم سعی در نوعی تقلید از آنها در ثبت شکوه و عظمت خود داشتند. برای نمونه سعی می‌کردند کتیبه‌ها و شاهکارهای نمود قدرت خود را در جوار آثار آنها یعنی هخامنشیان ثبت کنند. این تداوم و سنت به حافظه تاریخی است که تداوم و به عبارت بهتر سنت را برای هر جامعه ایجاد می‌کند. اما مطمئناً به همان شکل اولیه باقی نخواهد ماند و با ترکیب و تأثیر گرفتن از عنصر زمان دچار تغییر و تحول خواهد شد. تاریخ زمانی شکل می‌گیرد که جامعه به یک نوع خودآگاهی دست پیدا کند و آن را به شکل مکتوب درآورد. این خودآگاهی در واقع چیزی نیست جز حافظه تاریخی یک ملت که باعث پیدایش تاریخ نویسی مکتوب در آن جامعه می‌شود. حافظه تاریخی را باید تاریخ حالگرا یا تاریخ به روایت اکنون نامید، یعنی آنچه که مردمان آن را جز تاریخ می‌دانند، اما از اینکه واقعاً تاریخ باشد یا نباشد. به هر حال آنچه که در حال حاضر در هر دوره زمانی مردم آن را تاریخ می‌دانند حافظه تاریخی را تشکیل می‌دهد. آنچه را که مردمان در زمان حال تاریخ می‌دانند خود برگرفته از یک فرایند و سیر تاریخی است که به شکل حافظه تاریخی درآمده است و یکی از وظایف مورخان مطالعه چگونگی شکل گرفتن همین فرایند است. هرچند نمی‌توان حافظه تاریخی را معادل فرهنگ گرفت، اما در عین حال بخشی از حافظه تاریخی هر جامعه در سنت‌ها، آداب و رسوم جامعه نهفته است. حافظه تاریخی گاهی با ادغام در عناصر فرهنگی به شکل‌های مختلف در نمادهای جامعه چون آداب، رسوم، اعیاد، لباس‌های محلی و سنتی و شعائر ملی و دینی ظاهر می‌شود. حافظه تاریخی جزئی از فرهنگ یک ملت محسوب می‌شود. اگر در فرهنگ ما ضرب المثل، شوخ طبعی، بزلگویی، شعر سرودن، حکمت، حکم و حکایات عبرت‌آمیز وجود دارد، بدین خاطر است که حافظه تاریخ ایرانیان پر از مصادیق این موارد است. حافظه تاریخی که برداشت کلی یک جامعه را از گذشته تاریخی خود نشان می‌دهد، موضوع کلی است که جزئیات چندانی در آن راه ندارد. اگرچه ممکن است جزئیاتی هم در آن باشد، اما این جزئیات شامل تمام رویدادهای مهم تاریخ نیست، بلکه بیشتر نشانه‌ها و نمودهایی است که می‌خواهد آن کل را اثبات کند. این کلیات از طریق مختلف آثار و شواهد تاریخی، نوشته‌های مورخان و غیره حاصل شده است. مثل همان دید کلی ایرانیان از شیوه زندگی گذشتگان، رسوم، تمدن و عظمت گذشته خود که جزئیات زیادی از آن روشن نیست، اما با توجه به آثار باقی مانده میتوان وقایع آن دوران را در ذهن خود بازسازی کرد و تا حدودی به حقایق آنها نزدیک شد. جالب اینجاست که موضوع تاریخ علمی است که همه در مورد آن تخصص دارند. کافی است که شما به یک شخصیت یا واقعه تاریخی اشاره کنید، می‌بینید که افراد بدون داشتن سواد تاریخی درباره آن اظهار نظر می‌کنند. شاید دلیل آن این باشد که هر کسی با توجه به آموزه‌ها و شنیده‌هایش در ذهن خود از افراد و رویدادهای گذشته یک حافظه تاریخی دارد و بر اساس آن اظهار نظر می‌کند. حافظه تاریخی را باید نقطه مشترک بین مردمان یک سرزمین دانست، نه نظریات مختلف و دور از واقعیتی که درباره یک فرد یا شخص به صورت متفاوت گفته و نقل می شود. اگر سوال شود چه چیزی در حافظه جمعی جامعه باقی می ماند؟ می گوییم دقیقاً آنچه تا حدودی در حافظه فردی افراد باقی می ماند. یعنی اتفاقات شگفت انگیز و غیر عادی، رویدادهای مهم، افراد و اشخاص غیر عادی، چیزی که نسبت به بقیه تفاوت داشته و برجسته تر باشد. حافظه تاریخی زمانی به وجود می آید که اطلاعات زیاد و کلی در حجم زیاد و جزئیات فراوان خلاصه می شود. مصادیق کم و کمتر شده و تبدیل به یک کل می شود. شاید حافظه تاریخی بیشتر تابع نظریه آنچه هست می باشد، نه تابع آنچه می اندیشیم و باید باشد. چرا که حافظه تاریخی گویای چیزی است که از گذشته تاریخی فعلا باقی مانده، نه آنچه که ما میاندیشیم باید بوده باشد. شاید این موارد خیلی هم مورد قبول مورخان نباشد، زیرا بیشتر مورخان در مورد گذشته دنبال آنچه باید باشد هستند،
نه آنچه که هست. به هر حال در مسائل، حوادث و رویدادهای تاریخی همیشه تحریف‌هایی بوده و امکان اینکه موضوع و یا داستانی حقیقت محض باشد تقریباً صفر است. پایان فایل 2 صفحه 35. کتابخانه گویای آوای بوف تقدیم می‌کند. نام کتاب حافظه تاریخی. نویسنده مارکو. راوی رایا کیان. شماره فایل 3. avayaboof.com ادامه صفحه 35. دلایل زیادی دارد، از جمله اینکه نویسندگان و ثبت کنندگان وقایع معمولاً در خدمت حکومت‌ها بوده و اتفاقها را به گونه‌ای می‌نوشتند که خوشایند حاکمان باشد. از این روی دروغ و بزرگنمایی‌های تاریخی در تمام دوران‌ها اجتناب ناپذیر بوده است. دیگری اینکه در اثر تجاوزات خارجی، شورش‌های داخلی، جنگ‌ها، بلاها و ویرانی‌ها بسیاری از آثار و نوشته‌های تاریخی نابود شده و از بین رفتند. نکته مهمتر این که هر مورخ و نویسنده‌ای اتفاقات و رویدادها را از دید و نگاه خودش حس کرده و برداشت‌های خود را می‌نویسد. دلایل متفاوتی هم دارد، مثلا اینکه فلان نویسنده از فلان پادشاه دل خوشی نداشته یا اینکه از صمیم قلب به رهبر یا رئیس آن کشور ارادت و برایش احترام خاص قائل باشد. شاید همچون آیین آن مردمان را میپسندد باعث شود که در موردشان با نیکی یاد کند و بالعکس، و یا قوم، قبیله و کشور مورد نظر برایش بی ارزش و کم اهمیت باشد و بالعکس. با توجه به همین خصایص اخلاقی انسان‌ها نمی شود مطالب ذکر شده توسط مورخان و نویسندگان تاریخی را به طور قطعی پذیرفت. مردم هر دوره نوع خاصی از حافظه تاریخی را دارا هستند. حتی ممکن است مردمان مختلف در یک زمان هم برداشت‌های مختلفی از یک موضوع تاریخی داشته باشند که این برمیگردد به نگاه و درک آنها نسبت به موضوعات و همین شاید بزرگترین عامل تحریف تاریخ باشد. ممکن است مورخان درباره یک واقعه تاریخی خیلی هم دقیق نوشته باشند، اما جامعه با توجه به فرهنگ حاکم بر هر دوره آنچه را که خود بنا به نیازهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌خواهد در حافظه نگه خواهد داشت و تغییرات لازم را در آن ایجاد خواهد کرد. آیا حافظه تاریخی یک ملت در مورد یک موضوع یا دوره خاصی از تاریخ خود یکسان است؟ اصولاً حوادث روز یا حتی علم و اطلاعات روز چه تأثیری در این حافظه ایجاد می‌کند؟ مثلا حافظه ایرانیان عصر صفویه در ارتباط با عصر ساسانیان چگونه بوده است؟ آیا حافظه تاریخی آنها از نظر حجم اطلاعات توی پرانتز کمیت یا نوع برداشت آنها از حوادث و شخصیت‌های عصر ساسانی توی پرانتز کیفیت با آنچه ایرانیان امروزی در حافظه تاریخی خود دارند به یک اندازه است؟ مطمئناً یکسان نیست. پس علم تاریخ، اطلاعات و ارتباطات روز در حافظه تاریخی هر دوره متفاوت است. حتی در یک زمان خاص هم میتوان مدعی شد که حافظه تاریخی در بین اقشار مختلف جامعه متفاوت است. یعنی با سواد و بی سواد و غیره در مورد یک حادثه تاریخی قضاوت یکسان ندارند. پس شاید بتوان مدعی شد که جامعه یک حافظه تاریخی کلی دارد. درست مانند یک فرهنگ کلی که در کنار آن خورده فرهنگ‌های مختلف هم وجود دارند. آیا حافظه تاریخی هم مفهومی زمانی دارد؟ یعنی یک موضوع در ذهن یک ملت با گذشت زمان دچار تغییر و تحول یا تحریف می شود؟ قاعدتاً چنین است، مخصوصاً در مواردی که حاکمان آن جامعه موضوعی را از توده‌های مردمی مخفی و یا آن را وارونه منعکس کرده باشند. و چه درست گفت آبراهام لینکلن که اندکی از مردم را میتوان برای همیشه فریب داد. همه مردم را نیز میتوان برای مدت اندکی فریب داد، اما نمیتوان همه مردم را برای همیشه فریب داد. حافظه تاریخی مردمان بر اساس نوع احساس و هنجارها و ارزش‌های زمانی که در آن واقع شده اند متفاوت و متغیر است. حافظه تاریخی شامل اشیا، انسان‌ها، ادوار زمانی و اندیشه هاست.
گاهی اوقات برداشتی که جامعه از این موارد دارد همراه با افتخار و غرور است و گاهی همراه با نوعی شرمساری و خواری. اما همین احساس شرم و خواری، افتخار و غرور هم ممکن است در طی یک تحول زمانی دچار تغییر و جابجایی شود. افتخار و غرور می‌تواند در یک حافظه تاریخی اغراق ایجاد کند، همچنان که شرم و خواری نیز قادر است حافظه تاریخی را دچار تحریف و خودسانسوری کند. پس در نتیجه حافظه تاریخی به شدت تابع زمان است. منظور این است که تغییر پذیر است، چرا که در قالب تغییر است که میتوان زمان را درک کرد. حافظه تاریخی نیز همچون خود تاریخ در حرکت است. شاید به همین دلیل است که گفتند گذشته کشوری بیگانه است. آنان در آنجا رفتاری متفاوت دارند. آیا بخشی از حافظه تاریخی میتواند بخش دیگری را به چالش بگیرد و باعث عدم تعادل در حافظه ملت شود؟ بلی، اگر حافظه تاریخی را میراث فرهنگی و تاریخی بدانیم، این امکان وجود دارد. لذا نادیده گرفتن بخشی از این میراث فرهنگی در دنیای امروزی میتواند بحرانساز باشد، چرا که بخشی از هویت هر ملت را میراث فرهنگی و تاریخی یا به نوعی حافظه تاریخی آن تشکیل میدهد. گاهی اوقات سیاست‌های حاکمان در جهتی است که بخشی از این میراث را نادیده می‌گیرند و به تقویت بخش دیگری از این حافظه تاریخی می‌پردازند و این می‌تواند به تولید نوعی بحران هویتی و فرهنگی در جامعه بیانجامد. برای مثال، در عصر پهلوی باستانگرایی و ملیگرایی بر مذهبگرایی ارجحیت داشت و چون مذهبیون افراطی را خوش نمی‌آمد، شروع به کجرفتاری و ایرادات به دولت و حاکمیت کردند. نظر مذهبیون متعصب و تندرو این بود که حکومت باعث نادیده گرفتن بخش مهمی از حافظه تاریخی ملت ایران یعنی دوره اسلامی شده است که این خود باعث شد تا بهانه‌ای به دست ملایان و طرفدارانشان برای به وجود آوردن بحران‌ها و شورش‌های بسیار گردد که سرانجامش آن شد که حکومت ضد ملی و میهنی جمهوری اسلامی به روی کار آمد، که البته این روی خوش سکه بود. زیرا حکومت اسلامی طوری از ریشه به تاریخ، فرهنگ و هویت باستانی ایرانیان حمله و در ضدیت با ملیگرایی پرداخت که از آن طرف بام در حال سقوط است. مجموع این گونه رفتارهای تند و کینه‌توزانه باعث می شود که بخش، تاریخ و فرهنگ سرکوب شده بعد از مدتی که با زور و فشار حاکمین به عقب کشیده شده است، به ناگاه و با سرعت بیشتری رها شده و برخلاف خواسته حکومتی‌ها با شتاب بیشتری رو به جلو حرکت کند. این موضوع در مورد دین و مذهب هم به همین صورت است. چنانکه می‌بینیم با زیاده روی و افراط در مذهبی کردن لایه‌های جامعه، توده‌های مردمی به این فشار غیر منطقی و نابجا واکنش نشان داده و روز به روز بر تعداد کسانی که از مذهب و دین فاصله می‌گیرند افزوده می‌شود. این مذهب زدایی حاصل فشار حداکثری بیخردانی است که نه تنها از جامعه شناسی و مردم شناسی چیزی نمی‌دانند، بلکه با اجبار و رفتارهای دور از منطق خود خواسته یا ناخواسته جامعه را به سمت بیدینی سوق می‌دهند. به طور مثال در بیش از 40 سال گذشته حکومت جمهوری اسلامی چنان با شتاب و عجله، با تبلیغات و تشویق‌های بسیار و حتی با تخریب‌ها و تمسخر کردن اسامی ایرانی در پی تغییر نام‌های مردم از ایرانی به عربی بوده که همین رفتار افراط‌گونه‌اش باعث نوعی عکس‌العمل و مقابله به مثل بیشتر توده‌های مردمی شده، تا جایی که اغلب مردم برای نشان دادن اعتراض خود از گذاشتن نام‌های عربی بر روی فرزندانشان خودداری می‌کنند و ناخودآگاه با برگزیدن نام‌های اصیل وطنی در حال احیای اسامی ایرانی هستند. البته که این دسته از سیاست‌های حکومتی و ضد ملی شاید در آغاز تا حدودی با موفقیت‌هایی روبرو شود و در کوتاه مدت آنها را به اهدافشان برساند، اما نهایتاً پیروز نمی‌شوند و شکست خواهند خورد. گاهی اوقات مسائل و حوادثی که در تاریخ یک ملت رخ می‌دهد، آن ملت را وادار مراجعه به حافظه تاریخی خود می‌کند و چه بسا با توجه به موضوع ایجاد شده، این مراجعه به حافظه تاریخی نه تنها نگاه تاریخی به رویدادهای واقعی رخ داده شده نیست، بلکه پدیده معاصرت باعث می شود که حقایق تاریخی رخ داده شده در اذهان ملت به شکل دیگری تغییر کرده و حتی باعث تحریف تاریخ شود.
برای مثال نیازی که ایرانیان در قرون اولیه اسلامی برای مقابله فرهنگی با متجاوزان و متعصبان عرب داشتند منجر به پیدایش جنبش شعوبیه شد که بیش از هر چیز به حافظه ایرانیان اتکا داشت. در این حال شعوبیان با مراجعه به این حافظه تاریخی و از روی احتیاط و اندکی ترس سعی داشتند آن را بر اساس پدیده‌های روز دوره اسلامی تفسیر و تعبیر کنند تا اولا مورد خشم و غضب اعراب اشغالگر و طرفدارانشان واقع نشوند و در کنار آن بتوانند فرهنگ و هویت از دست رفته خود را احیا، تقویت و بازسازی کنند. لذا ایرانیان وطن پرست در مواقعی مجبور به اغراق و بزرگنمایی در تاریخ خود می شدند و همین امر هم باعث پیدایش آثار تاریخی و ادبی بزرگی همچون شاهنامه فردوسی می شد. شاهنامه‌ای که مخلوطی از واقعیت‌ها و افسانه‌های کهن باستانی ایران زمین بود. از دوران صفویان نیز می شود به عنوان یک نمونه تاریخی یاد کرد. حکمرانی شاه اسماعیل به 2 دلیل نقطه عطفی در تاریخ ایران است. دلیل نخست این که پس از گذشت 900 سال از سقوط شاهنشاهی ساسانیان، یک فرمانروایی پادشاهی متمرکز ایرانی توانست بر سراسر ایران آن روزگار فرمانروایی نماید. بعد از اسلام چندین پادشاهی ایرانی مانند صفاریان، سامانیان، طاهریان، زیاریان، آل بویه و سربداران روی کار آمدند. اما هیچ کدام نتوانستند تمام ایران را زیر پوشش و قلمرو به خود قرار دهند و میان تمام نواحی و مناطق جغرافیایی ایران در آن دوران یک پارچگی پدید آورند. دلیل دوم اعلام رسمی مذهب شیعه 12 امامی بود. شاه صفوی برای اینکه بتواند اعراب اشغالگر را از قدرت و تسلط بر ایران دور نگاه داشته و از کشور بیرون براند و حکومتش را یک دست و یک پارچه کند، مذهب شیعه را تأسیس کرد تا هم با برانگیختن احساسات توده‌های مردمی که دوستداران خاندان علوی بودند و از اعراب متجاوز کینه به دل داشته لشکری گرد آورد و برای اینکه بتواند مذهب جدید و تازه تأسیس خود را قدرتمندتر کند، ملیگرایان و وطن پرستانی که برای مبارزه با اعراب لحظه شماری می‌کردند را جذب و از احساسات وطن دوستانه آنها بهره جست. اسطوره‌ها و حافظه تاریخی. گاهی اوقات بخشی از حافظه تاریخی یک ملت در قالب اسطوره‌ها و داستان‌های خیالی در می‌آید و تغییر ماهیت می‌دهد. چنانکه درباره خود اسطوره‌ها نیز باید همین مطلب درست باشد. در واقع خود اسطوره‌ها از یک سابقه تاریخی ناشی شده‌اند که در ابتدا بخشی از حافظه تاریخی یک قوم و ملت بودند که به شکل غیر مکتوب به بازماندگان همان ملت یا سایر ملل رسیده و تغییر شکل یافته و تبدیل به اسطوره شده و از حالت واقعی خود خارج گشته است. پس تاریخ و اسطوره جزئی از حافظه تاریخی ملل می باشد. تاریخ حافظه مکتوب ملت هاست و اسطوره ها حافظه غیر مکتوب ملل هستند. اما باید گوشزد کرد که واقعاً حافظه تاریخی ملل گرایش به اسطوره سازی دارد، چرا که همیشه سعی دارد واقعیت‌های رخ داده شده در بین پدران را تغییر شکل دهد، بر اساس نیازهای فکری و فرهنگی و آمال و آرزوهای خود تبدیل به حافظه اسطوره‌ای کند و به فرزندان خود تحویل دهد. این مطلب بجاست که گفتند در افسانه‌های عامیانه و حتی آداب، رسوم و خرافات امروز نیز نشانه‌هایی از حیات گذشته را می‌توان یافت. گاهی تعبیری که از حافظه تاریخی در بین یک ملت می شود به خاطر اهداف سیاسی یا میهنی است. مثلا زیاد شنیده می شود که فلان ملت حافظه تاریخی ندارند. البته همچین چیزی امکان ندارد، چرا که همه ملت ها حافظه تاریخی دارند. فقط اندازه و قدرت این حافظه بستگی به نوع سیستم حکومتی و آموزه های تاریخی دارد که فرا می گیرند. مردمان هر ملتی متفاوت با ملل دیگر به موضوعات تاریخی و حوادث پیش آمده می نگرند. به طور مثال جنگ‌های بین ملل یا همون جنگ‌های جهانی. اگر از یک فرد آلمانی نظرش را در مورد اتفاقات جنگ جهانی دوم بپرسید، حتما جوابهایی که خواهد داد بسیار متفاوت‌تر از آن چیزی است که یک فرانسوی به آن پاسخ می‌دهد. در این گونه مسائل معمولاً احساسات و شور ملی‌گرایی بر حقایق تاریخی غلبه خواهد کرد
و هر کسی سعی می‌کند از قسمت‌های روشن و امیدبخش رویدادهای تاریخی خود سخن بگوید و کمتر از شکست‌ها و نکات تاریک آن رویدادها سخنی به میان آورد. شاید بتوان گفت کسانی که حافظه تاریخی ندارند بیماران روانی یا افراد کم حافظه و فراموشکار هستند، وگرنه انسان‌های سالم دارای حافظه هستند و همه جوامع حافظه جمعی و تاریخی دارند. منتها گاهی گذشت زمان و پیدایش نسل‌های جدید می‌تواند حساسیت نسبت به این گذشته را شدت و ضعف ببخشد. امروزه دیده می‌شود بسیاری از ملت‌هایی که در چند دهه پیش دشمن همدیگر بودند با هم متحد و دوست شدند، چرا که نیازهای زندگی و تغییر شرایط می‌تواند بر روابط بین الملل تأثیر بگذارد. البته این دلیل فراموش کردن حافظه تاریخی در بین آنها نیست. برخی از مردمان هم هستند که تمامی هستی امروزی خود را بر اساس این حافظه تاریخی قرار داده‌اند و به قول معروف به یک نوع لجبازی تاریخی مبتلا شده‌اند، همانند یهودیان به ویژه صهیونیست‌ها که تمام مشروعیت امروزی خود را بر حافظه تاریخی قبلی خویش بنا نهادند، و یا همین حکومت فعلی در ایران که گویی مشروعیت خود را در تخریب حکومت پهلوی، دشمنی با آمریکا و نابود کردن همین اسرائیلی ها می داند. حافظه تاریخی و تاریخ نویسی. برخی می پندارند که آنچه مربوط به تاریخ است گذشته است و آنچه مربوط به مورخ است زمان حال است. شاید حافظه تاریخی همان است که متعلق به مورخ و زمان حال تلقی می شود. زیرا حافظه تاریخی نه گذشته به معنای کلمه یا تاریخ است، بلکه برداشت جامع از این گذشته می باشد. یعنی به زمان حال برمی گردد و نه خود اصل گذشته. مورخ از اسنادش شروع می کند و در ذهن خویش چیزی را که اذعان دارد تصویر گذشته است می سازد. این تصور در ذهن اوست و نه در جای دیگر. بنایی درونی و ذهنی است. مورخان در شکل دادن به حافظه تاریخی چه نقشی دارند؟ مطمئنا نقش مهمی دارند. اولین روایت مشهور هر چند جعلی باشد میتواند در ایجاد یک سابقه به عنوان بخش اصلی حافظه مردمان نقش اساسی داشته باشد و حتی تحقیقات جدی بعدی هم با همه اطمینانی که در آنها هست نمیتواند نقش روایت اول را پاک کند، چرا که آن اولی شکل حافظه را تا حدود زیادی مشخص کرده است، مانند دروغ‌هایی که مخالفین محمد رضا شاه پهلوی برای بدنام کردنش به او نسبت می‌دادند. از آتش زدن سینما رکس آبادان برای بدنامی حکومت شاهنشاهی گرفته تا فروش جزیره بحرین و مرگ‌های مشکوک افراد معروف و یا کسانی که از مخالفان شاه به حساب می‌آمدند. دوشنبه 18 دی ماه 1346 مردم خبر درگذشت جهان پهلوان بزرگ و مردمی زمان خود غلامرضا تختی را شنیدند که روزنامه‌ها طبق اعلام حکومت مرگ او را خودکشی در هتل آتلانتیک گزارش کرده بودند، اما مخالفین رژیم پهلوی در تمام مراسم‌ها از او با عنوان شهید نام می‌بردند. 21 خرداد ماه 1349 محمد رضا سعیدی از آخوندهای آشوبگر که در زندان بود فوت کرد و مرگ او سکته قلبی اعلام شد. این را هم به حکومت ربط دادند، در صورتی که مهره‌های بزرگتری مثل رفسنجانی، خامنه‌ای، رجوی و دیگران در زندان شاهنشاهی بودند و کوچکترین آسیبی به ایشان نرسید. در سال 1356 هم 2 مرگ مشکوک دیگر در خارج از ایران اتفاق افتاد و 2 تن از دشمنان فرهنگ و تاریخ ایران زمین مردند. سید مصطفی خمینی فرزند ارشد آقای خمینی در عراق و دکتر علی شریعتی در انگلستان درگذشتند که از طرف مقامات دولتی مرگ آنها هم سکته اعلام شد، اما همواره بدخواهان رژیم پهلوی در طول مبارزات از آنها به عنوان شهید یاد می‌کردند و مرگ طبیعی آنها را باور نداشتند. بعد از شورش 57 تلاش بسیاری شد تا واقعیت‌ها مشخص شود، اما نه تنها دلیلی بر محکوم کردن رژیم پهلوی پیدا نشد، بلکه هیچ نتیجه قطعی درباره چگونگی فوت افراد نامبرده به دست نیامد. درباره تختی بسیار شایعه ساخته و مطالب کذب گفته شد، اما کسی نتوانست قاطعانه نظر بدهد.
سالها شایعه کرده بودند که چون تختی در هنگام دریافت مدال خود در مقابل شاه گردنش را خم نکرد، شاه از او دلخور شده و همین باعث شد تا او را بکشد. در صورتی که بعدها با فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی همگان دیدند که مرحوم تختی در هنگام دریافت مدال مقابل شاه تعظیم کرده و سر فرود آورده بود. درباره مصطفی خمینی کمتر نظری داده شده بود و با مرور زمان به نظر می‌رسد فوت طبیعی مورد قبول بسیاری است. درباره درگذشت علی شریعتی چطور؟ شریعتی در میان این افراد از شرایط خاصی برخوردار بود. او افسانه پرداز و افسونگر شیرین سخنی بود که با تفکرات و اندیشه‌هایش توانست دروغ‌های بزرگی را در قالب اسلام و مذهب به توده‌های جامعه انتقال دهد. با توجه به افکار تند، تحریک‌آمیز انقلابی و جهادیش میتوان او را به عنوان پدر جهادی انقلاب اسلامی نیز نام برد. جنازه وی برخلاف وصیت‌نامه‌اش سالهاست که در سوریه مانده، اما هرگز برای آوردن جنازه‌اش به کشور تلاش جدی نشده است. با چنین وضعیتی معلوم است که سخن گفتن از مرگ شریعتی هم چقدر میتواند با اما و اگر همراه باشد. هرچند که امروز کذب بودن این شایعات بر همگان مشخص شده، اما به عنوان یک سابقه اصلی در ذهن و حافظه تاریخی بخشی از مردم ماندگار شده است. یادم می‌آید که یکی از طرفداران حکومت جمهوری اسلامی با کنایه به من گفت آخر هم معلوم نشد چه کسی تختی را کشت. در جوابش گفتم همانهایی که هواپیمای اوکراینی را در آسمان با شلیک 2 موشک زدند. همانهایی که هزاران هموطن بیگناه و جان به لب رسیده را در آبان ماه کشتند. همانهایی که سال 67 مردم زندانی را کشته و در گورهای دست جمعی خاوران چال کردند. همانهایی که سال 78 دانشجوها را کشتند و تعدادی را از بالای پشت بام دانشگاه با دستان بسته به پایین پرت کردند و کوی دانشگاه را به خاک و خون کشیدند. همانها که سال 88 مردم را در خیابان کشتند و با ماشین پلیس نیروی انتظامی از رویشان رد شدند و در کهریزک به جوانها تجاوز کردند و آنها را کشتند. همانها که در دی ماه 96 مردم را به گلوله بستند، در زندان کردند و خودکشی دادند. همانها که به اسم خدا و پیغمبرش مردم را سالهای سال می‌کشند، شلاق می‌زنند و سنگسار می‌کنند. خوشبختانه من از حافظه بلند مدت و کوتاه مدت خوبی برخوردارم. در تاریخ نویسی همیشه وقتی مورخی برای اولین بار در مورد موضوعی مطلبی نوشت یا اظهار نظری کرد، این مطلب و موضوع به نوعی برای مورخان بعدی به عنوان حافظه تاریخی حجت محسوب می شود و مورخان بعدی یا در صدد اثبات کلام او و یا در صدد رد نظریه وی برمیآیند. اما به هر حال آنچه او نوشته است به عنوان یک سابقه تاریخی به شکل سنتی باقی میماند و بخشی از حافظه تاریخی می شود. بدون شک مورخان هر عصر در ایجاد حافظه تاریخی و عمومی جامعه نسبت به حوادث آن عصر نقش مهمی دارند. چنانکه خود مورخ در تاریخ نویسی خود به شدت به ویژه از لحاظ کیفیت متأثر از حافظه تاریخی مردم زمان خود است. مثال واضح آن کیفیت کار هرودوت پدر تاریخ است. هرودوت در جهانی یونانی بزرگ شد و در زمانی که نگرش ویژه یونانی‌ها در ضدیت با ایرانیان بود. لذا این نگرش شدید ضد ایرانی و ضد بربر در یونانیان عصر هرودوت که در اصل ناشی از حافظه تاریخی یونانیان از جنگ‌ها و مداخلات ایرانیان در امور ایشان بود، در تاریخ نویسی هرودوت به خوبی قابل مشاهده است. از طرف دیگر نوشته‌های هرودوت خود در پیدایش طیف وسیعی از سنت تاریخ نویسی که نوعی ضدیت و تضاد و دشمنی بین شرق و غرب را تداعی می‌کرد مؤثر افتاد و این برای همیشه به شکل یک اصل باقی ماند. بعدها هم وقتی رومیان و اروپاییان میراثدار یونانیان باستان شدند، همین نگرش ضدیت نسبت به جهان غیر یونانی و غیر اروپایی در آنها ادامه یافت و همیشه دیواری بین این دو بخش جهان ایجاد شد. چیزی که عیان و از شواهد برمی آید دست به قلم نبودن مردم ایران باستان است. به جز معدود سنگ‌نوشته هایی که بر روی دیوارهای تخت جمشید و دیگر آثار باستانی به جا مانده ایران است، کتاب یا نوشته های دیگری از مورخان آن دوره در دسترس نیست.
ایرانیان در آن دوران یا زیاد اهل نوشتن و ثبت کردن وقایع نبودند و یا در اثر حملات و یورش‌های بیگانگان آثار و کتاب‌هایشان از بین رفته است. در تاریخ معاصر نیز بسیاری نقش نوشته‌های تاریخی را در ایجاد حافظه تاریخی مهم می‌دانند، به ویژه تاریخ‌هایی که شور ملی‌گرایی را تحریک می‌کنند و در ملت‌ها غرور ملی میهنی ایجاد می‌کنند. در این نوشته‌ها از کودکی به بچه‌ها یاد می‌دهند که میهن آنها بهترین میهن‌ها و مردم آنها بهترین مردم جهان هستند. کم کم این نوشته نوعی حافظه تاریخی ایجاد می‌کند که می‌تواند مفید و یا مخرب باشد. بسیاری از مورخان سیاست‌های تجاوزگرانه رایش سوم آلمان را تا حدود زیادی ناشی از نوشته‌های مورخان آلمانی می‌دانند که یک حافظه تاریخی مبتنی بر برتری نژادی در ذهن و باور ملت آلمان ایجاد کرده بود. حافظه تاریخی همانند خود تاریخ متأثر از زمان و گذشته زمان است. هرچند آنچه امروز رخ می‌دهد نمی‌تواند آنچه را که در گذشته رخ داده تغییر دهد، اما بدون شک جامعه امروز از آنچه دیروز رخ داده متأثر است و این چیزی نیست جز همان حافظه تاریخی که متأثر از زمان حال است ولی برداشت خاص خود را از گذشته دارد. ما اکنون نمی‌توانیم آنچه را که برای حافظه تاریخی مردمان در آینده مهم است و میماند تعیین کنیم. فقط می‌توانیم با اکتشافات تاریخی، تحقیقات و نوشته‌هایمان در جهت دادن به آن تا اندازه‌ای تأثیرگذار باشیم. به گفته دانته، توصیف کامل یک رویداد یعنی قرار دادن آن در چارچوب همه داستان‌های درست و ما نمی‌توانیم چنین کاری بکنیم. زیرا از لحاظ زمانی نسبت به آینده دید محدودی داریم. پایان فایل 3 صفحه 51. avogabooth.com کتابخانه گویای آوای بوف تقدیم می‌کند. نام کتاب حافظه تاریخی. نویسنده مارکو. راوی رایا کیان. شماره فایل 4. avogabooth.com ادامه صفحه 51. حافظه تاریخی جزء کدام دسته از منابع تاریخی شمرده می شود؟ آیا جزء منابع مادی تاریخ است یا منابع غیر مادی تاریخ؟ در یک نگاه شاید کل منابع مادی و غیر مادی جزء حافظه تاریخی باشد، اما بیگمان حافظه تاریخی را باید جزء منابع غیر مادی تاریخ دانست. شاید آنچه در ذهنیت و حافظه هر ملتی از گذشته تاریخی خود وجود دارد، مثبت یا منفی، زشت یا زیبا باشد. چه بسا دستاوردهای مادی و آثار هنری را هم که جنبه‌های مادی تاریخ محسوب می شود و حاصل فکر و اندیشه انسان در تاریخ هستند، باید جزء حافظه تاریخی ملت‌ها دانست. حافظه تاریخی در بزرگگویی، تغییر و تحریف تاریخ تا چه مقدار و چرا مؤثر است؟ اصولاً آنچه از کل همه وقایع در تاریخ ثبت می شود و مورد توجه قرار می گیرد، آن قسمت‌هایی است که برجسته‌تر و مهمتر است. از سوی دیگر به نظر می رسد این خود مورخ است که این برجستگی را ایجاد می کند و از نظر او مهم می آید. قاعدتاً کار حافظه هم همچون کار مورخ برجسته، کاری مهم در نشان دادن برخی امور به دلایل مختلف است. لذا در بیشتر موارد ما شاهد هستیم که حافظه تاریخی ملت‌ها در ایجاد اسطوره و اغراق نقش عمده‌ای دارد. هرچند حافظه تاریخی در هر زمان بر تاریخ نویسی مورخان آن دوره مؤثر است، اما ممکن است بتوان عکس این حالت را هم فرض نمود. چه بسا بین حافظه تاریخی و آنچه در هر دوره به عنوان تاریخ ثبت می شود، حتی آنگونه که موضوع آن مربوط به گذشته تاریخی است، تفاوت وجود داشته باشد، چرا که اکثر آثار مکتوب در تاریخ سفارشی بوده و با درخواست رسمی صورت می گرفته است. البته قاعدتاً آنچه یک مورخ از گذشته جامعه خود می نوشت
تا حدودی به حافظه تاریخی مردم آن جامعه برمیگردد، اما در عین حال مورخ با توجه به مرکز سفارش دهنده که معمولاً قدرت مرکزی یا همان حاکم آن سرزمین بود، سعی می‌کرد این حافظه تاریخی را آنگونه که سفارش دهنده می‌خواهد در بیاورد، نه آنگونه که واقعاً این حافظه تاریخی گویای آن بود. لذا برداشت تاریخی از حافظه تاریخی هر دوره تنها در نوشته‌های مورخان آن دوره نیست، چه بسا مورخ آن دوره بنا به ملاحظات سیاسی، امنیتی و غیره آنچه را منعکس می‌کرد خلاف حافظه تاریخی زمان هم باشد. پس برای دستیابی به حافظه تاریخی مردم هر زمان در کنار نوشته‌های مورخان باید به اشعار شاعران و آثار هنرمندان، معماران و حتی به باور عامیانه هر دوره مراجعه کرد که البته این کار آسانی نیست. نقش حافظه تاریخی در آموزش. تاریخ شاید مهمترین مبحث مربوط به حافظه تاریخی و ارتباط آن با آموزش تاریخ باشد، چرا که با توجه به هدف آموزش تاریخ، حافظه تاریخی می‌تواند نقش مثبت، سازنده و مفیدی را برای آموزش تاریخ داشته باشد و یا حتی نقش منفی، مخرب و نابود کننده ایفا کند. بدون شک، تدوین و تدریس کتاب‌های تاریخی در هر جامعه بدون در نظر گرفتن نوع و شکل حافظه تاریخی مردم آن جامعه نسبت به رویدادها و حوادث تاریخی غیر ممکن و یا غیر مفید خواهد بود. البته باید این نکته را هم در نظر داشت که هدف از آموزش تاریخ چیست؟ از آنجا که آموزش تاریخ در هر سرزمینی در قالب کتب درسی و رسمی، یادآوری نوعی تاکید بر ارزش‌ها و اهداف کلی حاکم بر آن جامعه و نظام بوده و تا حدودی هم مطابق با حافظه تاریخی آن جامعه است، در اینجا حافظه تاریخی می‌تواند به عنوان وسیله کمک آموزشی برای آموزش و تدریس تاریخ باشد. پس در اینجا نقش و اهمیت آموزش و کتاب درسی تاریخ به مراتب مهمتر و حساستر از تدوین و آموزش دروسی چون فیزیک و شیمی و علوم طبیعی خواهد بود. چرا که در آموزش این علوم به اصطلاح دقیقه، آموزش دوگانه معنا و مفهومی ندارد و آموزش یک شکل و یک دست است. ولی در تدریس و آموزش و تدوین کتب تاریخ رسمی و درسی این دوگانگی به شدت احساس می شود و مفهوم پیدا می کند. پس مؤلفان تدوین کننده کتب درسی تاریخ مدارس بایستی در هر موضوع تاریخی مطرح شده در این کتاب‌ها علاوه بر بازگو کردن حقایق تاریخی بدور از تحریف و سانسور، باید تا حدودی به حافظه تاریخی جامعه نسبت به آن موضوع توجه کنند و با در نظر گرفتن آن اقدام به تهیه این مواد آموزشی نمایند. همچنین دبیران تاریخ نیز باید در کنار مطالعات علمی تاریخ اطلاعات کامل و جامعی از حافظه تاریخی چه به شکل محلی و چه به صورت ملی از موضوعات و مواد تدریس شده داشته باشند تا بتوانند این دوگانگی را برطرف و یا تا حدودی محدود کنند. شوربختانه در کشور ما نظام آموزش و پرورش کار را به جایی رسانده است که از حقایق تاریخی کمتر اثری در کتاب‌های درسی و غیر درسی مشاهده می‌کنیم. دروس تاریخی بسیار تحریف شده و نه تنها بخش‌های زیادی از آن مطالب و رویدادها که مطلوب حاکمان نبوده و یا در خلاف جهت منافع آنها حذف شده و یا همراه با تغییرات بسیاری بوده است، بلکه بخش‌هایی هم به دروغ و همراه با گزافه‌گویی‌های بسیار به آن پیوند دادند که این خلاف واقع‌گویی هاست. تعریف تاریخی بزرگترین زنگ خطر برای تمدن، فرهنگ و تاریخ کشورمان است و باعث ساخته شدن حافظه تاریخی نادرست در نسل آینده می شود. کوتاه سخن این که شناخت حافظه تاریخی بر تمام دست اندرکاران آموزش تاریخ به همان نسبت شناخت خود تاریخ لازم و مهم است. موزه ها و آثار بر جای مانده از گذشته یک ملت هم بخشی از حافظه تاریخی آن ملت محسوب می شود. قضاوت هایی که افراد یک ملت در مورد آثار گذشتگان خود دارند حافظه بر جای مانده از تاریخ آنهاست. در بیشتر موارد این آثار یادآور تحسین و شگفتی و احترام مردم امروز نسبت به گذشته مبهم و پر رمز و راز خود است. اصولاً اشیای بر جای مانده از گذشتگان برای یک ملت میتواند نوعی اغراق و بزرگنمایی در حافظه تاریخی آنها ایجاد کند، به طوری که گاهی گذشتگان خود را در علم و فهم و ادراک برتر از دنیای امروز می‌بینند. حتی یک ضرب المثل و حکایت از گذشته می‌تواند قضاوت اغراق‌آمیزی از پدران در ذهن فرزندان ایجاد کند
و حافظه تاریخی را به گونه‌ای دیگر جلوه دهد که حس غرور و برتری برای آن ملت به همراه داشته باشد. به طور کلی هرچه آثار برجای مانده از گذشته به شکل آثار مکتوب و غیر مکتوب، معماری، ابنیه، اشیا و غیره بیشتر باشد، اغراق و بزرگنمایی در حافظه تاریخی بیشتر رخ می‌نماید. یکی از بزرگانی که گفتار، آثار و اشعارش نقش بسزایی در شکل‌گیری حافظه تاریخی و غرور ملی ما ایرانیان داشته، فردوسی بزرگ است. او گنجینه ادبیات، فرهنگ و هنر ایران زمین است. او افتخار ملی و میهنی ماست. او راز نهان در دل دورانی پر از آشوب و بیفرهنگی بود که به یک باره ظهور کرد. او پیامبر پارسی زبان است. پیامبر یعنی کسی که پیام آور است و چه کسی پیام آورتر از فردوسی بزرگ. اگر بخواهیم در مورد این مرد بزرگ بگوییم که فردوسی کیست، قطعاً در وصفش جفا و در حقش کم لطفی خواهد شد. او فراتر از یک مرد، یک وطن پرست و یک شاعر نامدار بود. فردوسی احیا کننده زبان، ادبیات و فرهنگ پارسی بود. وی بسیاری از نکات و رویدادهای فراموش شده تاریخ را برای حافظه تاریخی ایرانیان یادآوری و احیا کرد. شاهنامه او تنها یک کتاب نیست، بلکه کتابخانه پربار است. به جرئت میتوانم بگویم که تأثیر معنوی و فرهنگی ایشان از تمامی نامداران و بزرگانی چون عطار، خیام، مولانا، حافظ، سعدی و دیگران بیشتر و پررنگتر بوده است. اگر فردوسی بزرگ را نداشتیم، اگر شاهنامه را نمی سرود، معلوم نبود که امروز به چه زبانی سخن می گفتیم. شاید به مانند مردم مصر عرب زبان شده بودیم. روزنامه نگار پرآوازه مصری حسن هیکل در وصف فردوسی بزرگ گفته بود اگر این شاعر بزرگ توی پرانتز فردوسی را نداشتید، شما هم مانند ما اکنون عرب زبان بودید. پس لطفاً بر سر مزارش فاتحه به زبان عربی نخوانیم. در اینجا جا دارد از بزرگ مردی بگوییم که همانا پدر ایران نوین بودن برازنده اوست، رضا شاه بزرگ، که اگر خدمات ایشان نبود، مقبره و مزار بزرگانی چون فردوسی، سعدی و حافظ نه تنها این شکوه و زیبایی را نداشت، بلکه به مانند دیگر اسطوره‌ها و بزرگان ایرانی در یادها کمرنگ شده و شاید حتی به دست فراموشی سپرده می شدند. آری، رضا شاه بزرگ وطن پرست و ایران دوست بود و سرمایه‌های ایران را خرج ساختن بارگاه، امامزاده و حرم‌های تازیان و دشمنان ایران نمی‌کرد، بلکه با همان درآمد اندک ملی راه آهن، دانشگاه و جاده می‌ساخت. حکومت فعلی میلیاردها دلار خرج ساختن بتکده‌ها برای تازیانی کرده است که هیچ دستاورد و افتخاری برای ایران و ایرانی نداشتند و حتی دشمن و متجاوز به خاک، ناموس و فرهنگ ایرانی بودند. تنها به خاطر ساختن دانشگاه‌ها، مقبره سعدی، حافظ و فردوسی باید گفت که رضا شاه روحت شاد. سخن کوتاه کنم و به گفتن همین دو بیت از فردوسی بزرگ بپردازم که می‌فرمود: به آموختن چون فروتن شوی، سخنهای دانندگان بشنوی. مگوی آن سخن کاندر آن سود نیست، کز آن آتشت بهر جز دود نیست. نقش حافظه تاریخی قوی در روابط دوستانه و خانوادگی. همونطور که قبلتر گفتیم، به مجموع رویدادهایی که در گذشته اتفاق افتاده و ما آنها را به خاطر و حافظه خود سپارده ایم، حافظه تاریخی گفته می شود. معمولاً افرادی که از حافظه بهتری برخوردار هستند، بیشتر از افراد کم حافظه درگیر مسائل و رخدادهای گذشته می شوند. احساسات و فکر مشغولی های آنها به مراتب بیشتر از افراد دیگر است. بارها برای ما پیش آمده که در گذشته با دوستی در مورد موضوعی به مشکل خورده و در نتیجه آن پیش آمد دلخوری و کدورت به وجود آمده است. فردی که حافظه تاریخی ضعیف‌تری دارد بهتر می‌تواند دلخوری ها را فراموش کند و احتمالاً اولین کسی است که برای برقراری مجدد آن رابطه پیش قدم می‌شود. او خاطرات محدودتر و ذهنیت کمتری از آن اتفاق در حافظه خود ثبت کرده و از جزئیات آن ماجرا چیز زیادی به یاد نمی‌آورد. اما در افرادی با حافظه قوی این گونه نخواهد بود. این دلیل بر این نیست که فرد خوش حافظه کینه‌ای تر می باشد.
مهمترین دلیل این است که او به خاطر داشتن حافظه قوی‌تر جزئیات بیشتری از آن واقعه و یا درگیری را در حافظه بلند مدت خود ذخیره کرده و در نتیجه موضوع هنوز برایش دردآور و از تازگی بیشتری برخوردار است. به عبارت عامیانه‌تر، هنوز پرونده آن موضوع برایش بسته نشده است. داشتن حافظه خوب و یا بد هم میتواند مفید باشد و هم مضر. در روابط زناشویی به خاطر اینکه مدت زمان رابطه بین زن و شوهر طولانی است، در جاهایی که دلخوری و یا مشکلاتی پیش می‌آید بهتر است آنها فراموشی خاطرات و یا داشتن حافظه کوتاه را برای خود آرزو کنند. همینطور خوشایندتر آن است که محبت‌ها، خاطرات و لحظات شیرین خود را به حافظه بلند مدت داده تا همیشه آنها را به یاد بیاورند. در اینجا دریافتیم که بلند یا قوی بودن، کوتاه و یا ضعیف بودن حافظه بسته به شرایط خاص و مختلفی که در آن قرار می‌گیریم و همچنین بسته به موضوعات گوناگون می‌تواند خوب و یا بد باشد. اگر به کسی قول کاری را داده و یا با او قراری گذاشته ایم، بهتر است که از حافظه خوبی برخوردار باشیم. برعکس، اگر از کسی کینه و ناراحتی به دل داریم، برای آرامش خود بهتر است که چیزی به یاد نیاوریم. حافظه تاریخی و منفعت طلبی. در طول زندگیمان کم یا بیش با افرادی برخورد می‌کنیم که بسته به موقعیت‌های گوناگون با در نظر گرفتن سود و زیانشان خوش حافظه و یا بد حافظه می‌شوند. برای مثال، فردی که به کسی بدهکار است معمولاً ترجیح می‌دهد از حافظه ضعیفی برخوردار شود و همان فرد اگر از کسی طلبکار شود به خوش حافظه ترین آدم ممکن تبدیل می‌شود. در روابط کاری نیز چنین است. افرادی که به قولها و قراردادهای خود در موعد مقرر رسیدگی نمی‌کنند، معمولاً بهانه‌هایی برای بدقولی‌های خود می‌آورند که مثلا فراموش کردم و یا از خاطرم رفته بود و خود آنها اگر از کسی قولی بگیرند هرگز دچار فراموشی نخواهند شد. قبلتر گفتیم که زنده یاد احمد کسروی میگفت یکی از گرفتاری‌های ایرانیان است که پیشامدها را زود فراموش می‌کنند. شاید کسروی مردم کشورش را خوب شناخته بود. چگونه می شود که مردم یک جامعه در مدت زمان کوتاهی یک اشتباه را چندین بار تکرار کرده و هر بار انتظار نتیجه متفاوت و مطلوبتر به نسبت گذشته را داشته باشند؟ درس نگرفتن از تاریخ و تکرار اشتباهات. آیا می شود که ما هر بار به سمت شمال کشور حرکت کنیم، جاده‌های شمالی را بپیماییم و اما در انتظار رسیدن به شهرهای جنوبی کشور باشیم؟ وقتی بارها و بارها یک نوع رفتار را انجام دهیم، باعث نمی شود که نتایج به دست آمده متفاوت باشد. حتما این را شنیده ایم که هرچه بکاریم همان را برداشت خواهیم کرد. نمی شود هویج کاشت و در انتظار برداشت موز بود. این فراموشکاری و درس نگرفتن از تاریخ و رویدادهای گذشته به حدی رسیده که گاهی توده‌های مردمی نه تنها از تکرار اشتباهات خود درس نمیگیرند، بلکه به نظر میرسد به تکرار آنها عادت کردند. آنها به مانند افراد معتادی میمانند که از مضرات مصرف مواد آگاهند، اما برخلاف میلشان و تنها از روی عادت و وابستگی مدام و پیوسته تن به مصرف میدهند. حافظه جمعی. حافظه جمعی مجموعه پدیدارهای اجتماعی مربوط به گذشته است که هر گروهی از طریق تعاملات میان اعضایش آنها را تولید، نهادینه، محافظت و انتقال می‌دهد. حافظه افراد یک جامعه که متأثر از بافت گروه‌های اجتماعی است، در هر دوره عناصر خاصی را در تاریخ گذشته برای فرد برجسته می‌نماید. با ارائه راهکارهای مناسب جهت تقویت نظام هویتی افراد جامعه از طریق اطلاع از پدیدارهای اجتماعی گذشته آن جامعه می‌توان در راه یکپارچگی و وحدت افراد یک جامعه بسیار مثمر ثمر واقع شد. چرا دیکتاتورها از تاریخ و سرنوشت دیگر دیکتاتوران درس عبرت نمیگیرند؟ این موضوع برایم جالب هست که چگونه ممکن است رهبران سیاسی یک جامعه، مخصوصاً در حکومت‌های خودکامه و دیکتاتوری، همه چیز را از مردم خود سلب می‌نمایند و در اثر بی‌عدالتی‌ها و ستم‌های بسیار نهایتاً خودشان هم به ورطه سقوط کشیده می‌شوند. تاریخ شاهد و گواه دیکتاتورهایی است که بعضاً یا با رأی مردم یا به صورت وراثتی به مانند پادشاهان و یا با کودتا قدرت را به دست گرفتند
و هر کدام از این افراد قبل از رسیدن به قدرت شاید به دنبال سعادت کشور و مردم خود بودند. چه بسا که هر کدام از یک حس ناسیونالیستی به فاشیسم رسیدند که نمونه بارز آن هیتلر در آلمان بود. اما مطلبی که ذهن هر ایرانی را به خود مشغول می‌نماید این است که چگونه و چرا با بیش از گذر 100 سال از انقلاب مشروطه هنوز دست به گریبان با حکومت‌های خودکامه و دیکتاتوری در ایران می‌باشیم. به اعتقاد من حکومت‌های خودکامه از خودکامگی مردمان آن سرزمین به وجود می‌آیند و این بستر برای رشد و به قدرت رسیدن آنها فراهم می‌شود. چاپلوسان، کاسلیسان و بله قربانگویانی که به خاطر کسب اندک قدرت مالی و سیاسی دست به هر جنایت و خیانتی میزنند. عوامل داخلی و خارجی هم همیشه در این زمینه تاثیرگذار بوده است. به آقای خمینی بنگرید که علاوه بر مبهم بودن وعده‌های سیاسیش چگونه با برخی شعارها بر اریکه قدرت تکیه زد و جامعه ایران را به ورشکستگی و انحطاط کامل رسانید. و نگاهی هم به رفتار و کردار آقای خامنه‌ای و بیت ایشان داشته باشید که چگونه ممکن است فردی که با شعر و موسیقی آشنا بود در آغاز شعارهای ضد دیکتاتوری میداد و از ستمکاران به بدی یاد میکرد، امروز تبدیل به ستمگری شده است که جان، مال و ناموس مردم برای او ارزشی ندارد. تنها چیزی که برای او مهم است اقتدار، قدرت طلبی و بقای حکومتش است. سوال اینجاست که چگونه چنین افرادی وقتی به قدرت میرسند، آن هم از نوع ایدئولوژی مذهبی، خودشان را صاحب یک ملت میدانند و پاسخگو به مطالبات مردمی نیستند. آیا همه دیکتاتورها دچار بیماری روانی هستند؟ و یا همه دیکتاتورها فراموشکار و کم حافظه اند؟ یعنی پول و قدرت و تملق گویی اطرافیان یک فرد را میتواند اینقدر فاسد نماید؟ به راستی چرا دیکتاتورها از سقوط هم پند نمیگیرند و حاضر هستند با کشتار و تباهی مردم خود و به هر قیمتی که شده چند صباحی بیشتر در رأس قدرت بمانند؟ آیا دیکتاتورها حافظه تاریخی ضعیفی دارند و یا فکر میکنند که مرگ فقط برای همسایه است و به سراغ آنها نمیآید؟ در ادامه نیم نگاهی به عملکرد دیکتاتورها میاندازیم. امیدوارم تا دیرتر از این نشده آقای خامنه‌ای به حرف و نظر اکثریت مردم کشور تمکین نماید و از قدرت کناره‌گیری کند تا هم به سرنوشت تلخ دیگران دچار نشود و هم بیشتر از این برای ایران و ایرانی هزینه و ویرانی به بار نیاورد. معمر قذافی، رهبر سابق لیبی، تا زمانی که ناتو مقرش را در طرابلس بمباران کرد و توسط مخالفانش کشته شد، حاضر نبود که قدرت را به شخص دیگری واگذار کند. در یمن، عبدالصالح، رئیس جمهوری این کشور، ماه‌ها پس از آنکه ناآرامی‌های داخلی در کشورش به جنگ داخلی تبدیل و در گلوله باران دفترش به شدت زخمی شد، حاضر نشد که شخص دیگری کرسی ریاستش را تصاحب کند. حال پرسش آن است که چه عاملی سبب می شود که چنین افرادی حتی در شرایط دشوار حاضر به واگذاری قدرت نیستند؟ چرا رهبران کشورهایی مانند سوریه و ایران حتی زمانی که می‌بینند افراد قدرتمند و با نفوذی مانند حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر، در قفسی در دادگاه محاکمه می‌شوند، عبرت نگرفته و حاضر به رها کردن زندگی مجلل و جاه طلبانه خود نیستند؟ تشخیص ویژگی‌های روانشناختی دیکتاتورها بسیار آسان است و امر دشواری به نظر نمی‌رسد، چرا که تاریخ زندگی اکثر آنان مانند ژوزف استالین، رهبر شوروی سابق، مائو تسه-تونگ، رهبر مارکسیست چین، صدام حسین، رئیس جمهوری مخلوع عراق و خود قذافی در دسترس همگان است و میتوان شرایطی که آنان را به یک دیکتاتور تبدیل کرده است را مطالعه کرد. کمیسیون سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در گزارش مخفیانه‌ای با نام تحلیل روانشناختی آدولف هیتلر که در سال 1943 میلادی انجام شده است، تلاش کرده است که تفکر و نگاه مستبدانه هیتلر را بررسی و توضیحی منطقی برای آن ارائه کند. اکنون این گزارش به همراه تحقیقات جدید منتشر شده، محققان را به درک مناسبتری از اینکه چرا رهبران به یک باره به یک حکمران مستبد تبدیل می‌شوند نزدیکتر کرده است. آیا دیکتاتورها از بیماری روانی رنج میبرند؟ این ساده ترین و گمراه کننده ترین تعریفی است که از دیکتاتورها ارائه می شود. این ایده همچنین بسیار ناامید کننده است.
نابسامانی‌های فکری در حقیقت به تشخیص و درک مشکلات روانی مربوط می‌شود تا اختلال در شخصیت ضد اجتماعی افراد، در حالی که دیکتاتورها مرتباً در حال اقداماتی هستند که قدرت خود را حفظ کنند و این قبیل از تصمیمات نمی‌توانند توسط فردی که از بیماری روانی رنج می‌برد سر بزنند. پذیرش این که بگوییم که این قبیل از حاکمان سعی می‌کنند مانند یک روانی به نظر برسند بسیار دشوار است. برای مثال، آنان نه تنها به اطرافیانشان بلکه به خودشان نیز دروغ می‌گویند. متخصصان می‌گویند که مثلا زمانی که استالین فردی را خیانتکار توصیف می‌کرد، نه تنها شرایطی را به وجود می‌آورد که دیگران این مسئله را باور کنند، بلکه ذهن خودش را هم برای پذیرش این مسئله آماده می‌کرد. همین مسئله در معمر قذافی نیز دیده شده بود. رهبر سابق لیبی نه تنها به خوبی می‌دانست که مخالفانی در دولتش هستند، بلکه از وجود مخالفان در سرتاسر کشورش نیز خبر داشت، اما از همان آغاز بهار عربی مرتباً تکرار می‌کرد که تمامی مردم لیبی حامی و پشتیبان من هستند و برای دفاع از من می‌میرند. این تفکر قذافی حتی تا آخرین لحظه کشته شدن توسط همان مخالفان همراه او بود. در جایی خوانده بودم که آدولف هیتلر معادل 100 میلیون دلار هزینه کرد تا اقداماتش را توجیه کند و مدارک منطقی به دیگران ارائه دهد. اکثر رهبران در کشورهای دموکراتیک کسانی را وارد تشکیلات خود می‌کنند که از اقدامات آنان انتقاد کنند، اما دیکتاتورها زندگی خود را به گونه‌ای هدایت می‌کنند که چنین افرادی در آن کمترین نقش را ایفا کنند. بنابراین افراد مستعد و صاحب نظر جایی در کنار دیکتاتور نخواهند داشت. فرانک دیکوتر، استاد دانشگاه هنگ کنگ و نویسنده کتابی درباره مائو، در این باره می‌گوید اینکه حاکمان مستبد از بیماری روانی رنج میبرند یا خیر برای من مهم نیست، اما اینکه چطور قدرت آنان را به مرور زمان تغییر میدهد پرسشی است که ذهن مرا به خود مشغول کرده است. او ادامه میدهد که مائو برای زمان طولانی قدرت را در اختیار داشت و روز به روز بدتر و بدتر میشد و در نهایت تنها در پیله خود زندگی کرد. به باور بسیاری از روانشناسان، رهبران مستبد توانایی آن را ندارند که ارتباطشان با دیگران را به درستی و منطقی بررسی کنند. به نظر می رسد که دیکتاتورها ذهنیت خود را تغییر می دهند و شخصاً برای خود تفکری جدید خلق می کنند. این تمایل در افراد قدرتمند وجود دارد که برای خود اعتباری را در نظر بگیرند که در عالم واقعیت وجود ندارد و در همین حال دنیای پیرامون خود را بسیار مطلوبتر و راحتتر از چیزی که هست تصور می کنند. صدام حسین نمونه واقعی برای این مسئله است. او حتی وقتی که به بغداد حمله شد نیز از توهمات و ادعاهای توخالیش دست بر نداشت. دیکتاتورها تمایل دارند که قدرت و توانایی خود را بیش از واقعیت‌ها نشان دهند، مخصوصاً در زمانی که به سقوط نزدیکتر می‌شوند. آنان در حقیقت خود را یک قهرمان می‌بینند و زمانی که این باور به چالش کشیده می‌شود، دیگر نمی‌توان مانع اقدامات آنان شد، چرا که در این شرایط شخصیت اصلی آنان زیر سوال می‌رود. اما فرضیه دیگری که درباره دیکتاتورها میتوان ارائه داد آن است که مشکل زمانی که قدرت را به طور کامل در اختیار دارند رشد می‌یابد. برای مثال روبرت موگابه، رئیس جمهوری زیمبابوه، در جوانی یک زاهد باادب بوده است و اطرافیان او میگویند که او در آن زمان اصلا تفکرات خودکامه نداشت، اما اکنون به سخنان دیگران گوش نمی‌دهد و به حاکمی مستبد و خودرأی تبدیل شده است. روانشناسان معتقدند که در مورد موگابه تنها میتوان گفت که قدرت کامل و مطلقه او را به چنین فسادی کشیده است. جنایات امروز بشار اسد هم بر کسی پوشیده نیست. بیش از 40,000 نفر کشته و 2 میلیون نفر آواره انسان را شگفت زده می نماید که این قدرت چیست که فرد حاضر است برای بقای خود یک ملت و یک کشور را از بین ببرد. پایان فایل 4 صفحه 67. کتابخانه گویای آوای بوف تقدیم می کند. نام کتاب حافظه تاریخی. نویسنده مارکو. راوی رایا کیان. شماره فایل 5.
avogebook.com. ادامه صفحه 67. در تحقیقاتی که توسط تیم روانشناسی دانشگاه کلمبیا با عنوان چگونه قدرت فاسد می شود انجام شده، آمده است که چه مکانیزمی در قدرت منجر به فساد می شود. در حقیقت باید گفت که قدرت خود به تنهایی عامل تغییر شخصیت افراد نیست، اما آنچه که باعث می شود فردی قدرتمند به یک دیکتاتور تبدیل شود، آن است که او به مرور زمان از نگرانی هایی که مردم عادی جامعه با آنان درگیر هستند فاصله می گیرند و این نخستین گام برای تغییر تفکرات است. چرا که از نظر علمی هورمون کورتیزول آنان کاهش می یابد، هورمونی که تنها با وجود استرس افزایش می یابد و به بدن کمک می کند که در واکنش به شرایط استرس‌زا میزان قند خون و فشار خون را افزایش دهد، اما در عین حال بر روی خلق و حافظه نیز تأثیر می‌گذارد. در این گزارش آمده است حالان که بی اخلاقی و گفتن دروغ‌های مداوم نیز استرس‌زا هستند، دروغگو باید همواره مراقب کلام خود و شرایط محیطی خود باشد و در چنین شرایطی تنها استرس افراد افزایش می‌یابد، اما در دیکتاتورها عوامل دیگر باعث کاهش استرس می‌شوند و به همین دلیل راحت‌تر از دیگران دروغ گفته و از راستگویی خودداری می‌کنند. البته هیچ یک از این عوامل جنایت‌های دیکتاتورها در طول تاریخ را توجیه نمی‌کند و این در حالی است که مغز ما برای داشتن قدرتی کامل و مطلق آمادگی ندارند. در این شرایط است که دیکتاتورها ممکن است تا آخرین لحظه بجنگند، چرا که هرگز تصور نمی‌کنند که پایانی نیز برای آنان وجود دارد. قذافی می‌توانست قبل از آن که همه چیز را از دست بدهد و کشته شود از قدرت کناره‌گیری کند و مبارک نیز می‌توانست چند هفته قبل از روزی که مجبور به استعفا شود مصر را ترک کند. هیتلر نیز توانایی و فرصت آن را داشت که برای برقراری صلح قدم بردارد. صدام هم قادر بود که سرنوشت دیگری برای خود رقم بزند و اسد هم این وقت را داشت که سوریه را به این وضعیت امروز نیندازد. اما نباید این نکته را فراموش کرد که دیکتاتورها همچنان که قدرت نظامی قوی دارند، از نظر روانشناختی برای عقب نشینی از قدرت بسیار ضعیف هستند. به همین دلیل آنان در عین دلبستگی به بقا همواره از نابودی استقبال می کنند. اما همه این مباحث می تواند برای آقای خامنه‌ای یک پیام را داشته باشد. آن هم این که رفتار خود را تغییر دهد، دست از کشتار مردم بیگناه بردارد و بیش از این ایران را به ویرانی و انزوا نکشد. آیا آقای خامنه‌ای هم از بیماری پارانویا رنج میبرد؟ پارانویا در تعریف عام آن حالتی است که شخص در آن با اهمیت فوق‌العاده و خارج از اندازه‌ای که به سلامت جانی و مالی خود می‌دهد خود را شکنجه می‌دهد. افراد مبتلا به اختلال شخصیت پارانوئید همیشه در حال نگهبانی دادن هستند و معتقدند که دیگران به طور مداوم در حال تلاش برای تحقیر کردن، آسیب و یا تهدید کردن آنها هستند. این گونه از افراد مدام در این فکر هستند که عوامل انسانی، طبیعی یا ماورای طبیعی خودشان، دارایی و افراد خانوادهشان را تهدید می کنند و همه در فکر توطئه چینی بر ضد آنها هستند. این بیماری یکی از گونه‌های روانگسیختگی است. روانگسیختگی پارانوئید یک بیماری جدی و مزمن است که فرد گرفتار تماس با واقعیت را از دست داده و شاید شخص را به سوی بسیاری از حالتهای خطرناک هدایت می کند. نشانه‌های روانگسیختگی پارانوئید شامل توهم‌های دیداری و شنیداری، توهمات ذهنی مانند گمان به این که همکار شما می‌خواهد شما را مسموم کند، بیزاری، خشم، گوشه‌گیری، خشونت، دشواری‌های گفتاری، رئیسوار رفتار کردن و اندیشه و کنش خودکشی دارند. علاوه بر آن، شک به تعهد، وفاداری و یا اعتماد دیگران را دارند و معتقدند که دیگران از آنها سوء استفاده می کنند یا آنها را فریب می دهند. میل ندارند به دیگران اعتماد کنند و یا اطلاعات شخصیشان را فاش کنند، زیرا می ترسند که اطلاعاتشان علیه آنها مورد استفاده قرار گیرد.
عصبانی هستند و کینه‌جو. شدیداً حساس هستند و با کوچکترین انتقاد ضعیفی از خود واکنش نشان می‌دهند. آنها معانی پنهانی را در سخنان معصومانه و یا قیافه عادی دیگران می‌خوانند. در روانگسیختگی پارانوئید به نظر می‌رسد که شخص بیشتر گرفتار حالتهای بدرفتاری یا اندیشه‌های بد مانند دشواری در اندیشیدن، تمرکز یا توجه می‌باشد. کسی که دچار این توهم شده است که یک شخصیت مهم سیاسی یا ادبی است، می‌تواند در دسته مبتلایان به پارانویای مطلق بگنجد. هرچند که اصطلاح پارانویای مطلق دیگر چندان استفاده و کاربردی ندارد و اصطلاح اختلال هذیانی یا delusional disorder جایگزین آن شده است. اما جدیداً از این لغت برای شرح حالتی به کار می رود که شخص مبتلا به آن از توهمات خود بسیار آزار می بیند. این شخص تصور می کند که صدمه یا حادثه آزاردهنده در حال رخ دادن است یا قرار است رخ دهد. شخص تصور می کند که شخصی قصد آزار و صدمه رساندن به او را دارد. برای مثال، استالین نمونه بارزی از شخص پارانوید بوده است. این مورد می تواند سوال خوبی را به وجود بیاورد که در مورد استالین در واقع دشمنان زیاد او توهم نبودند. آیا این ممکن است که داشتن دشمنان زیاد برای ابتلا به پارانویا کافی نیست؟ این مبحث موجب بروز مباحث فلسفی فراوانی شده که به این لطیفه نیز منجر شده است: اینکه تو پارانویا داری دلیل نمی شود که کسی آن بیرون نخواهد تو را بکشد. سر و کار داشتن با افراد پارانوید بسیار مشکل است، زیرا بسیار زودرنج هستند و رفتارشان معمولاً خصمانه است و از نظر احساسی بسیار بسته و نسبت به هر فعالیتی بیمیل هستند. به همین دلیل درمان این مشکل از پیشرفت کندی برخوردار است. برای درمان این افراد باید کوشش شود که در ابتدا چرخه شک و تردید او شکسته شود و او با تمرین‌های آرامش بخش و روش‌های کنترل اضطراب از حالت انزوا خارج شده و با کمک پزشک و اطرافیان خود تغییراتی اساسی در رفتارهای خود به وجود آورد. پارانویا در فرهنگ عمومی و در فرهنگ عامه امروز اشکال و روش‌های مختلفی برای ابراز خود پیدا کرده است. از جمله اعتقاد به اینکه قدرت خاصی دارند یا در یک مأموریت مخصوص هستند. تئوری توطئه یا اعتقاد به اینکه اخبار و وقایع کاملا نامربوط در واقع اجزای یک نقشه بزرگ و توطئه آمیز هستند. امیدوارم تلاش‌ها و فشارهای مدنی مردم و اطرافیان حاکم خودکامه موجود در ایران او را مجبور به کناره‌گیری نمایند، وگرنه دیکتاتورها هیچ وقت پند و اندرز نگرفته و اصلاح نخواهند شد. البته امیدواریم آقای خامنه‌ای در عصر امروز کمی هوشیارتر باشند و راه قذافی، صدام و بشار اسد را دنبال ننموده و قدرت را به صاحبان اصلی آن یعنی مردم واگذار کنند. اثر تغییرات کالبدی بر حافظه تاریخی. فضاهای شهری به عنوان بستری که در ذهن فرد تولید معنا می کنند، در گذر زمان تغییرات زیادی داشتند و اغلب تغییرات آن هماهنگ و همگام با زمان نبوده است. فضاهای شهری بیوگرافی تغییرات شهری هستند و یکی از عناصر اصلی مطرح در بعد زمان از دیدگاه طراحی شهر هستند. شهرها به تدریج تغییر شکل می دهند. ساختمان‌های جدید ساخته می شوند و ساختمان‌های قدیمی را خراب می کنند. تغییر نام و یا تغییر شکل می دهند. محیط‌های شهری نیز به طور مداوم و بیوقفه در حال تغییر هستند و اغلب همراه با تغییرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فنی دچار تغییر می شوند. بسیاری از صاحب نظران معتقدند هر نوع ساختمان یا هر عنصر مصنوع در محیط‌های شهری متعلق به گونه، دوره و زمانی مشخص است و در واقع بیانگر روح زمان خود است. اگر شهری فاقد حافظه تاریخی باشد، نمیتوان گفت دارای هویت است. هنگامی که فرد در شهر نشانی از گذشته و تاریخ خود نبیند،
موقعیت مکانی و زمانی و هویت ملی و میهنی خود را تشخیص نمی‌دهد و ممکن است آگاهی خود را نسبت به شرایط فعلی که در آن زندگی می‌کند نیز از دست بدهد و تفسیر آنچه می‌بیند قابل فهم نباشد. تغییرات کالبدی چنانچه هماهنگ با تغییرات و رشد ذهنی استفاده کنندگان نباشد، فهم و ادراک وقایع اطراف را با مشکل مواجه می‌سازد و در نتیجه انسان در محیط‌های آشنا نیز گم و سردرگم می‌شود. فرایند تغییرات کالبدی بدون در نظر گرفتن ساکنین و افراد استفاده کننده از فضا امری بیهوده است. افراد با خاطرات فردی و جمعی و با تجربه‌های حسی مختلف از تغییرات به وجود آمده و با توجه به ویژگی‌های شخصی و بیولوژیکی خود، الگوهای ذهنی و رفتاری متفاوتی را به وجود می‌آورند. از عوامل تاثیرگذار بر ارزیابی فرد از محیط علاوه بر ویژگی‌های فردی و خصوصیات کالبدی و اجتماعی، می‌توان به اهمیت مکان برای فرد و میزان آشنایی وی با مکان اشاره کرد. تغییرات کالبدی ابتدا توسط افراد دیده می‌شوند و مورد ارزیابی بصری قرار می‌گیرند. فرد در ارزیابی بصری تغییرات جدید را با الگوهای ذهنی قدیمی خود مقایسه می‌کند و در پی یافتن مشترکات است. در مرحله دوم، ارزیابی و تفسیر ذهنی در فرد صورت می‌گیرد. در این مرحله فرد شناختی را که انجام داده است مورد تحلیل و کدگذاری قرار می‌دهد و چنانچه برای هر تغییر جدید ما به ازای از گذشته در ذهن فرد وجود داشته باشد، تغییر را می‌پذیرد و در غیر این صورت برای تغییر جدید با توجه به احساسات محیطی و درونی که به فرد منتقل می‌شود، تصمیم گیری انجام می‌دهد. در مرحله نهایی، تحلیل انجام شده در ذهن فرد به طرحواره‌های جدید ذهنی ختم می‌شود. هر مقدار این طرحواره‌های جدید از هویت تاریخی و قدیمی فضا فاصله گرفته باشند، برای فرد این سنجش و کدگذاری دشوارتر است. در تهران، فضاها و مکانهای شهری متعددی با سوء مدیریت شهری و عدم توجه به ادراک و تصورات شهروندان در بستر زمان دچار تحولاتی شده است که بعضاً مشکلات اجتماعی، روحی و روانی را به همراه داشته است. بافت قدیمی تهران در حال حاضر تبدیل به فضای شهری است که فاقد حافظه زمانی مشترک بین شهروندان و ساکنین است و در دوره‌های تاریخی تغییرات زیادی داشته است که بدون توجه به ادراکات و تصورات ذهنی شهروندان بوده است و این امر باعث کاهش کیفیت محیطی این منطقه از نقطه نظر ادراکی شده است. شکلگیری و تکامل بازار خود تابعی از تغییر و تحولات بسیار در زمینه‌های گوناگون در یک دوره طولانی در روند شکلگیری شهر تهران بوده است. به نوعی افراد در این مکان احساس تعلق به زمان خاص و یا حسی که نشأت گرفته از زمان باشد را تجربه نمی کنند. بسیاری از نقاط محدوده مورد مطالعه تغییر کرده و دیگر شباهتی با گذشته خود ندارند. برخی از مکانهای قدیمی و به نام این منطقه که در دوره تاریخی خود دارای هویت و ادراکات محیطی خاصی بودند و میانجیگری برای ذهن و ادراک محیط بودند، در حال حاضر از ذهنها پاک شده است و اغلب گروه‌های سنی نوجوان با آن آشنایی کافی ندارند. واژه تاریخ یا هیستوری در اصل به معنی دانستن و دیدن یا جستار بوده است. در حقیقت دانشی که از طریق جستار کسب می شود. پیشینیان بر این باور بودند که تاریخ دانشی است که به یاری حافظه به دست می آید، در حالی که علم توسط خرد حاصل شده و شعر با رویا و خیال آفریده می شود. تاریخ به معنای رابطه رویدادها بوده است و نیز به مفهوم قصه و داستان، به طور کلی یا داستان آنچه برای انسان رخ داده. امروزه آن را ثبت زمان و رویدادهای مهمی می‌دانند که بر ملت یا نهادی اثر داشتند که غالباً شامل تحلیل و توضیحی در مورد علت آن رویدادها نیز هست. پس تاریخ شاخه‌ای از دانش است که رویدادهای گذشته را ثبت می‌کند و توضیح می‌دهد، اما غالباً به همه آنچه از گذشته به یاد مانده یا به ویژه به شکل نوشتاری حفظ شده اطلاق می‌شده
نوشته‌ای که رویدادهای گذشته زندگی انسانها را ثبت و تفسیر می‌کند. تاریخ روایت رویدادهای زندگی فردی نیز هست. سرگذشت کسی یا تاریخ بیماری و در زبان فارسی امروز ما اگر تاریخ مربوط به بیمار یا چیزی باشد به جای تاریخچه به کار میبرند یا به آن شرح حال میگویند، مانند تاریخچه بیمار یا بیماری یا شرح حال بیمار. فایده و اهمیت تاریخ. می‌دانیم اگر به هنگامی که در خیابان راه می‌رویم به ناگاه حافظه خود را از دست بدهیم، کمترین اتفاقی که برای ما می‌افتد این است که دیگر به یاد نمی‌آوریم از کجا آمده بودیم و می‌خواستیم به کجا برویم. راه و مسیرمان را گم و فراموش می‌کنیم. هدفی اگر داشتیم از دست می‌دهیم. گمگشتگی در زمان و مکان پیدا می‌کنیم. نه دیگر کسی را می‌شناسیم و نه شاید حتی چیزی از هویت خود را به یاد آوریم. همه نام‌ها و نشانه‌ها از خاطرمان پاک می‌شود. چسترتون می‌گوید تاریخ قله‌ای است که تنها از آن می‌توان مردمی را که در شهری زندگی می‌کنند نظاره کرد یا به عصری که در آن هستند نگریست. تاریخ برای کشورهای پیشرفته غرب چنان اهمیتی داشته که واقعاً همواره تلاش کردند از آن به عنوان چراغ راه آینده بهره برداری کنند. گرچه ممکن است بگوییم همیشه موفق نبوده اند. میگویند برای آمریکاییان تاریخ مانند کتاب آشپزی است. هرگاه در مورد حرکت بعدی خود تردید داشته باشند به تاریخ مراجعه می‌کنند و دستور عمل مناسب را از آن می‌گیرند. در حالی که برای ما شاید تفعول در انواع مختلف جای تاریخ را گرفته. مثلا تفعول از دیوان حافظ برای اینکه نه فقط حرکت بعدی بلکه آخر و عاقبت ما را نیز تعیین کند. همانگونه که انسان در زندگی روزمره و برای پیشرفت و مستقل زیستن نیاز به حافظه دارد، برای هر جامعه انسانی نیز تاریخ و حافظه تاریخی ضروری است. بنابراین به باور من برای احساس تعلق جمعی و ایجاد یک زنجیره محکم و متحد انسانی به مانند یک ملت یا قوم یک پارچه، وجود حافظه جمعی امری ضروری است. چطور می شود که بعضی ها بیشتر می توانند مطالب و خاطرات را در ذهنشان نگاه دارند ولی بعضی دیگر نه؟ حافظه چیست و انواع حافظه کدام است؟ در ادامه به بررسی انواع حافظه انسان، نحوه عملکرد حافظه و راه‌های تقویت حافظه می پردازیم. حافظه در 3 مرحله تشکیل می شود. انواع حافظه. حافظه حسی یعنی نگهداری موقت اطلاعات در اندامهای حسی، مثل زمانی که یک نوشته را بر روی دیوار یا تابلوهای تبلیغات می‌بینیم. حافظه کوتاه مدت یعنی ذخیره، پردازش و نگهداری اطلاعات به مدت بسیار کوتاه در مغز، مثل زمانی که لغت روی تخته را بررسی می‌کنیم تا معنیش را متوجه بشویم. حافظه بلند مدت یعنی ذخیره سازی اطلاعات به منظور استفاده از آنها در آینده، مثل زمانی که لغات را حفظ کرده و آنها را سر جلسه امتحان به یاد می‌آوریم. پس به طور کلی می شود نتیجه گرفت حافظه حسی اطلاعات را به صورت گذرا نگاه می دارد. حافظه کوتاه مدت اطلاعات را تا زمانی نگاه می دارد که مورد استفاده باشد، مثل زمانی که مسئله بی اهمیت و گذرا را دیده و شنیده باشیم و برای مدت زمان کوتاهی احتیاج به ذخیره آن مطلب در ذهنمان داشته باشیم. و حافظه بلند مدت اطلاعات را برای همیشه نگاه می دارد. برای همین است که همه ما مسائل پر اهمیت مثل رویدادهای مهم شخصی و اتفاقات تلخ و شیرین شخصی و خانوادگی را همیشه به یاد خواهیم داشت. چگونه اطلاعات به حافظه کوتاه مدت و بلند مدت انتقال می‌یابد؟ هنگامی که محرکی، مثلا درس زیست شناسی، در حافظه حسی ثبت می‌شود، می‌تواند تحت فرایند انتخاب و دقت، یعنی مهم بودن و مورد علاقه بودن قرار بگیرد و به مرحله بالاتر حافظه وارد شود. انتخاب یعنی اینکه ما همه محرک‌های محیطی را نمی‌گیریم، بلکه دست به انتخاب می‌زنیم و موضوعی که دوست داریم یا برایمان اهمیت دارد را می‌گیریم.
در اینجا منظور از فرایند دقت این است که اگر محرکی انتخاب شده و مورد توجه قرار گیرد، میتواند به مرحله بالاتر برود. فرایندهای بالاتر حافظه انسان عبارتند از حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت. حافظه حسی را می شود به اتاق انتظار حافظه کوتاه مدت تشبیه کرد. البته در مرحله تشکیل حافظه امکان فراموشی وجود دارد، یعنی گاهی اوقات قبل از اینکه شماره ای را حفظ کنیم، با دیدن شماره جدید شماره قبلی را به طور کلی فراموش می کنیم. یادمان باشد که حافظه حسی ظرفیت نامحدودی دارد، اما اطلاعات به مدت کوتاهی در آن باقی می‌مانند. حافظه کوتاه مدت و مرور وقایع تاریخی. حافظه کوتاه مدت تاریخی یا همون دفتر ذهن تاریخ معاصر چیزی است که به رویدادهای دوران زندگی هر انسانی برمیگردد. می شود اینطور گفت که در کلاس درس زندگی همیشه درسی برای یادگیری هست که روی آن نوشته شده باشد برای امتحان مهم است. قطعاً ما برای خواندن آن وقت بیشتری صرف می کنیم. در واقع ما آن درس ها را می خوانیم و می آموزیم چون احساس می کنیم برای شب امتحان به آنها نیاز پیدا خواهیم کرد. در اصل حافظه کوتاه مدت هم همین کار را انجام می دهد، یعنی بعضی از موارد و اطلاعات را مورد توجه قرار می دهد. برخی دیگر را بلافاصله رد می کند و یا اینکه اطلاعات دریافتی را برای مدتی نگاه می دارد. همه چیز برای ذهن ما بستگی به اولویت و ارزشمند بودن آن موضوع یا رویداد دارد. کار حافظه کوتاه مدت انتخاب و پردازش اطلاعات جاری و ذخیره خاطرات برای مدت زمانی کوتاه است. به طوری که اصوات و تصاویر حداکثر 30 ثانیه در حافظه کوتاه مدت باقی میمانند. پس نتیجه میگیریم وقتی سر کلاس درس هستیم، تنها گوش کردن به درس معلم کافی نیست، بلکه برای اینکه مطالب درسی در ذهن ما ثبت شوند، لازم به تکرار و تمرین است. برای همین است که به دانش آموزان توصیه می‌کنند که درس‌های هر روز را در همان روز بخوانند. گنجایش حافظه کوتاه مدت خیلی محدود است. از طرف دیگر برای افزایش تعداد عناصری که بتوانند در حافظه کوتاه مدت ما جای بگیرند، روش‌های زیادی وجود دارد. یکی از این روش‌ها گروه بندی یا قطعه کردن اطلاعات است. مثلا هنگامی که می‌خواهیم یک شماره تلفن 11 رقمی را حفظ کنیم، شماره ها را جدا جدا کرده و به خاطر می‌سپاریم. یعنی آن را به صورت اعداد 2 یا 3 رقمی به ذهن سپرده و به یاد می‌آوریم. اطلاعات به صورت دیداری و شنیداری در حافظه کوتاه مدت کدگذاری می‌شود. روانشناسان این اطلاعات را نظام کدگذاری مضاعف نامیدند. مثلا در درس زیست شناسی شما روش کارکرد مغز را با بررسی شکل مغز راحت‌تر یاد می‌گیرید تا اینکه بخواهید کارکرد مغز را با مطالعه اجزای آن به خاطر بسپارید. از طرف دیگر مغز شما برای پردازش کلماتی که میشنوید یا میخوانید مثل لغات زبان از کد شنوایی استفاده میکند. باید متذکر شد که اطلاعات هدایت شده به سوی حافظه کوتاه مدت یک راه بینایی و یک راه شنوایی در پیش میگیرند. وقتی میخواهید چیزی را حفظ کنید بهتر است که هر دو راه را به کار گیرید. به عنوان مثال لغات انگلیسی زمانی بهتر در ذهن شما ثبت میشوند که هم از تصویر و هم از صدا استفاده کنید. پایان فایل 5 صفحه 81. کتابخانه گویای آوای بوف تقدیم می کند. نام کتاب حافظه تاریخی. نویسنده مارکو. راوی رایا کیان. شماره فایل 6. ادامه صفحه 81. سطوح پردازش حافظه. برای اینکه بتوانیم از حافظه کوتاه مدت به صورت کامل استفاده کنیم، به جای توجه به ویژگی‌های سطحی اطلاعات، می‌توانیم معانی عمیق آنها را در نظر بگیریم. به عنوان مثال، در درس ادبیات کنکور برای حفظ تاریخ ادبیات و ماندگاری در ذهن،
به جای اینکه فقط اطلاعات را به صورت دیداری و سطحی وارد حافظه کنیم، می توانیم با مطالعه اهمیت و داستان آن نویسنده یا شاعر به تحلیل عمیق‌تری دست بزنیم. اینطوری دفعه بعد اسامی، تاریخ و آثار مشاهیر و نویسندگان را بهتر به خاطر می آوریم. پس زمانی که به معانی کلمات توجه می کنیم، ذهن ما در سطوح پردازش عمیق‌تری قرار می گیرد و انتقال اطلاعات به حافظه بلند مدت آسان‌تر می شود. حافظه معنایی. در اولین نوع حافظه بلند مدت، یعنی حافظه معنایی، رویدادها و روابط آنها ذخیره می شوند. حافظه معنایی مانند فرهنگ لغات یا دایره المعارف مقدار زیادی اطلاعات منظم و قابل دسترس دارد. مثل ماه‌های سال و جدول‌های شیمی، اطلاعاتی که به این قسمت وارد می شود می تواند دوام پیدا کند و درون ذهن ما ماندگار بشود و همچنین با اطلاعات جدید مقایسه شود. حافظه رویدادی. دومین نوع حافظه بلند مدت، یعنی حافظه رویدادی، ویژگی زندگی نامه شخصی را دارد. این نوع حافظه اطلاعات مربوط به لحظه ها و مکان های به وقوع پیوستن رویدادهای زندگی را شامل می شود. سالها پیش وقتی خواندن کلمه سگ را یاد گرفتیم، تلاش کردیم تا آن را با حیوانی که این کلمه با آن دلالت می کند پیوند بدهیم. از آن زمان به بعد کلمه سگ را به دفعات غیر قابل محاسبه خوانده ایم و آن معانی متعدد را در حافظه معنایی خودمان ثبت کرده ایم. ما هر وقت این کلمه را می‌خوانیم به آن معانی دسترسی پیدا می‌کنیم. اما اگر از ما بپرسند که در چه تاریخ‌ها و در چه مکان‌هایی این کلمه را خوانده ایم، مجبور خواهیم شد به حافظه رویدادی خودمان مراجعه کنیم و برای بازیابی اطلاعات با دشواری مواجه خواهیم شد. حافظه معنایی یادآوری شناخت‌های کلی را در بر می‌گیرد، اما حافظه رویدادی خاطره حوادثی است که شخصاً تجربه کرده ایم. حافظه بلند مدت مخزن خاطرات ما. برخلاف حافظه حسی و کوتاه مدت، حافظه بلند مدت از نظر گنجایش و مدت نامحدود است. یعنی هر چقدر دوست داریم می توانیم مطالب و اطلاعات درون آن بفرستیم و ذخیره کنیم. حافظه بلند مدت اطلاعات را برای مدت نامحدود نگاه می دارد و هرگز اشباع نمی شود. با این وجود برای اینکه بتوانیم اطلاعات موجود در آن را بعداً به خاطر بیاوریم، باید آنها را سازماندهی کنیم. همانطور که اگر می خواهیم یادداشت‌های سر کلاس، لوازم شخصی، سوئیچ ماشین، کتاب‌ها و سایر وسایلمان را به سرعت پیدا کنیم، باید آنها را به شیوه مناسبی طبقه بندی و مرتب کنیم. علاوه بر این، اطلاعات در جریان انتقال از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت برچسب می‌خورند یا کدگذاری می‌شوند. اطلاعاتی که به شیوه صحیح کدگذاری و طبقه بندی نشوند، به سختی پیدا خواهند شد. مثل کتابی که داخل یک کتابخانه بزرگ به درستی طبقه بندی نشده و سر جای خودش قرار نگرفته باشد. اگرچه ما می‌دانیم که این کتاب درون کتابخانه است، اما نمی‌توانیم پیدایش کنیم. طبقه بندی صحیح و درست چیدن اطلاعات مثل چیدن اشیا به زمان و تلاش احتیاج دارد که در ادامه به بررسی راه‌های تقویت حافظه می‌پردازیم. راه‌های تقویت حافظه. رسیدیم به قسمت جذاب و کاربردی تر این موضوع. می‌خواهیم روش‌هایی که به افزایش حافظه ما کمک می‌کنند را بررسی و مرور کنیم. بعضی‌ها معتقدند که برای تقویت حافظه باید غذاهای مقوی بخورند. حتی برخی پدر و مادرها تصور می‌کنند که اگر شکم بچه‌هایشان را با انواع غذاهای مقوی مثل گوشت، ماهی، میگو، گردو، آجیل و غیره پر کنند، هوش دانش آموز بهتر می‌شود و بهتر درس می‌خواند و یا از لحاظ یادگیری و تقویت حافظه در جهت مثبت حرکت می‌کند. در حالی که این تصور درست نیست. در واقع کمبود مواد غذایی در هوش، حافظه، دقت و میزان یادگیری دانش آموزان اثرات منفی می‌گذارد. زیرا کودک گرسنه نمی‌تواند دقت خوبی داشته باشد و درسی را که می‌خواند به خاطر بسپارد. اما
مواد غذایی زیاد توانایی‌های ذهنی را افزایش نمی‌دهند. برای تقویت حافظه باید روش‌های یادگیری مؤثر را آموخت. تقویت حافظه چیزی جز کاربرد راه‌های یادگیری بهتر نیست. در اینجا به تعدادی از این راهکارها اشاره می‌کنیم. 1. برای تقویت حافظه مطالب را مرور کنید. تکرار و مرور ذهنی برای یادآوری موجب می‌شود اطلاعات را از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت انتقال بدهیم. مثل زمانی که یک لغت را بلند تکرار می‌کنیم تا معنیش را حفظ شویم. ممکن است خیال کنیم که تکرار یک عمل مکانیکی است و برای یادگیری خیلی مفید نیست. اما فراموش نکنیم که با همین تکرار هست که حروف و محاسبات عددی ساده را یاد گرفته ایم. دانش آموزان ابتدایی املای کلمات را بارها و بارها می نویسند تا آنها را یاد بگیرند. هنرپیشگان سینما، تئاتر، رقصندگان، نقاشان موفق، ورزشکاران و به طور مثال ژیمناست‌ها به طور خستگی ناپذیر برخی حرکات را تکرار می کنند تا از آن حرکات حافظه عملی تشکیل دهند. پس از اینکه شما فرمول‌ها، اشعار یا ضرب‌المثل‌ها را حفظ کردید، به این فکر می‌افتید که چه موقع آنها را به کار ببرید. در ورزش فوتبال نیز پس از اینکه بازیکن مسیرش را حفظ کرد، به جای فکر کردن به مسیر می‌تواند روی حریفانش تمرکز کند. 2. اطلاعات جدید را با آموخته‌های قبلی مرتبط کنید. ارتباط دادن اطلاعات جدید با اطلاعات موجود در ذهن در واقع همان تکرار برای یکپارچه کردن آنهاست. ما معمولاً با روش یکپارچه کردن اطلاعات و داده‌های خودمان را گسترش می‌دهیم. مثلا کودکان یاد می‌گیرند که حرف پ به ب شباهت دارد، با این تفاوت که به جای یک نقطه 3 نقطه دارد. یا حرف ژ به ز شباهت دارد و آن هم به جای یک نقطه 3 نقطه دارد. همچنین کودکان یاد می‌گیرند که توپ فوتبال به توپ بسکتبال شباهت دارد، اما کمی کوچکتر از آن است. 3. برای داشتن حافظه قوی کمی غیر معمولی باشید. محرک هایی که از دور و بر خودشان جدا باشند راحت‌تر در ذهن شما باقی می‌مانند، زیرا بیشتر به آنها توجه می‌کنیم و آنها نیز واکنش‌های هیجانی بیشتری ایجاد می‌کنند. بنابراین اگر بتوانیم با اطلاعات جدید تداعی‌های غیر معمولی یا عجیب به وجود بیاوریم، به راحتی خواهیم توانست آنها را به خاطر بسپاریم و در مواقع لازم احضارشان کنیم. فرض کنید می‌خواهید به مغازه بروید و چند قلم مواد خوراکی بخرید. برای جلوگیری از فراموشی می‌توانید نخود را به چشم‌ها، رشته را به پلک‌ها، اسفناج را به ابروها و هویج را به بینی خودتان تشبیه کنید و مطمئن باشید که لیست خرید را فراموش نخواهید کرد. در خاتمه اگر ناراحت نمی‌شوید، گوجه ها را به گونه ها و کلم را به سرتان تشبیه کنید. 4. کلمات کلیدی برای تقویت حافظه. روش کلمات کلیدی به این صورت است که یک کلمه شناخته شده را با کلماتی که می‌خواهیم به ذهن بسپاریم تداعی می‌کنیم. این روش مخصوصاً در یادگیری زبان انگلیسی کاربرد بیشتری دارد. 5. علائم اختصاری بسازید. علائم اختصاری یعنی حروف اول کلمات را برداریم و با آنها یک یا چند کلمه بسازیم. مثلا برای یادگیری ترتیب 7 رنگ مرئی قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش، کلمه قنزسان را به یاد داشته باشید که از حروف اول این رنگ‌ها تشکیل شده. همانطور که عبارات طولانی مثل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را با علائم اختصاری ناجا و نزاجا مشخص کرده اند. و بالاخره به جای عبارت شماره استاندارد بین المللی کتاب، کلمه شابک در قسمت شناسنامه هر کتاب نوشته می شود.
این گونه روش‌ها کمکی برای بهتر به یاد آوردن مطالب و موضوعات است. سخن پایانی. همه ما استعدادهایی داریم. استعداد دیدن و به خاطر سپردن وقایع و حوادث، استعداد فکر کردن به تفکرات و تخیلات ذهنیمان، استعداد فراگیری و آموزش دادن و غیره. می توانیم فکرمان را متمرکز کنیم تا هر بخشی از زندگیمان را ارتقا دهیم. ماییم که تعیین می کنیم باید چه کار کنیم و یا اینکه می توانیم همچنان اجازه دهیم شرایط و محیط توجه ما را مختل کند و یا برایمان تصمیم بگیرند که به کدام سمت و جهت در حرکت باشیم. عده‌ای معتقد هستند که تمرکز استعدادی است که هر کسی نداشته و برخی با آن به دنیا می آیند. مثالی برایتان میزنم. به نظر شما عضله‌های ورزیده یک بدنساز یا کشتیگیر چیزی است که ما با آنها به دنیا میاییم؟ البته که نه، چون ساخت عضلات محکم و خوش فرم نیاز به ساعتها تمرین در باشگاه‌ها و ملزوم رعایت کردن ده‌ها نکات ریز و درشت دیگر است که اگر آنها را رعایت کنیم میتوانیم به آن عضلات دست پیدا کنیم. اما هنوز هم بسیاری فکر می‌کنند توجه و تمرکز چیزی است که عده‌ای دارند و عده‌ای نه. داشتن حافظه خوب و متمرکز مانند هر چیز دیگری در زندگی تمرین می‌خواهد. تمرکز از انتخاب‌های ریز و متعددی تشکیل شده است که باید مدام تمرین شوند. ما برای کارهای ضروری و مهم که بیشتر لازم به انجام آنها هستیم باید تمرکز و حافظه خود را بهبود ببخشیم. علاوه بر آن، در مورد کارهای کوچکتری که کمتر باید انجامش بدهیم هم باید از حافظه خوبی برخوردار باشیم. واقعاً تعجب آور است که وقتی تصمیم میگیریم غرور، بهانه، داوری‌ها، گله و شکایت‌هایمان را کنار بگذاریم، میبینیم که با چه سرعتی به سمت فراگیری گام برخواهیم داشت و میتوانیم مطالب را یاد بگیریم. اگر نگرشمان را تغییر دهیم و بر یادگیری خود بیفزاییم، استاد خواهیم شد. قلباً اعتقاد دارم که اگر دید و نگاهمان را تغییر دهیم، حتما دنیایمان تغییر خواهد کرد. پایان. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayabooth.com